پشت روایت رو مفصل در موردش صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را شکرگزارم که بار دیگر این فرصت را میسر کرد تا در برنامه حجت بی حجت من و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در خدمت شما بزرگواران باشیم با بحث امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه، یکی از ائمه بزرگوار اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همونطوری که اکثر شما عزیزان میدانید، ایشان جعفر ابن محمد ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین هستند و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سید و سردار اهل بیت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مادر بزرگ ایشون، به اصطلاح مادر بزرگ اولشون که حضرت فاطمه زهرا دختر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و از طرف دایاشون هم ایشون از دو جهت فرزند ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند و به همین خاطر قول معروفی که در هفته گذشته حضرت مولانا بیان فرمودن که ایشون همیشه افتخار میکردن که ولدنی ابوبکر صدیق مرتین، ابوبکر صدیق از دو طرف جد من است یا دو مرتبه مرا به دنیا آورده است. همچنین به خاطر صداقت، راستگویی در گفتار و کردار و رفتارشون به صادق مشهور شده بودند در بین مسلمانان و جز صداقت و راستی از ایشان هرگز دروغی ثابت نشده است. چگونه صادق نباشد کسی که از یک طرف نوه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و از طرف دیگر نوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. من از طرف خودم و شما عزیزان خوش آمدید میگم به حضرت مولانا. حیاکم الله شیخ، خوش آمدید. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه حجت بی حجت عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما و بینندگان هستیم با بررسی احادیث مولد، باب مولد ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام. جزاکم الله خیر. جناب مولانا، ما احادیث رو در هفته گذشته مروری گذرا کردیم و فرمودید که حدیث اول این باب مجهول است، حدیث دوم ضعیف است، حدیث سوم ضعیف علی المشهور است، حدیث چهارم ضعیف علی المشهور، حدیث پنجم ضعیف علی المشهور، حدیث ششم مجهول و حدیث هفتم ضعیف علی المشهور و حدیث هشتم هم که دیگه هنر کرده آقای کلینی، این موثق علی الظاهر، ظاهرش یعنی موثق است. حالا مثل اینکه چیزای دیگری هم داره این روایات که میخواید در این هفته بررسی کنید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد شخصیت گرانسنگ و والای امام جعفر صادق که یکی از راویان اهل سنت و الجماعت و یکی از بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، ایشون ما در مورد این بزرگوار در هفته گذشته مطالبی رو از کتب اهل سنت و الجماعت و جایگاهی رو که ایشان نزد اهل سنت و الجماعت دارند مطالبی رو خدمت شما بینندگان عزیز من مطرح کردم. در میان ائمه شیعه، کسانی که روافض و سبائی ها و فرقه های مختلف شیعه خودشون رو به این ائمه بستند، اگر ما یک بررسی گذرایی رو داشته باشیم، هر کدام از این ائمه که از علم بیشتری برخوردار بودند، از موقعیت اجتماعی بیشتری برخوردار بودند، مردم مسلمانان و اهل سنت به ایشون احترام بیشتری قائل بودند، میبینیم که روافض و سبئی ها و خطابی ها و بقیه فرقه های منحرف و چه بسا کافر و مرتد رفض خودشون را بیشتر به این ائمه چسباندند و بیشتر این بزرگواران را بدنام کردند. و علت این بدنامی هم چیزی نیست جز این که میخواهند که این بزرگواران را علمشون رو ساخط بکنند، اعتبارشون رو ساخط بکنند
اون جایگاهی رو که باید داشته باشند و میتونستند مؤثر واقع بشوند در امت اسلامی، در جامعه اسلامی. بدین خاطر خودشان را با اون انحرافاتی که داشتند، با عقاید باطلی که داشتند، خودشان را به این ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بستند و متاسفانه موفق شدند تا حد زیادی که ارزش و اعتبار این ائمه و بزرگواران را بکاهند. افرادی مانند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که رأس رفض و بنیانگذار مذهب تشیع و بنیانگذار اعتقادات اصیل و مشخصه های اصلی مذهب تشیع، عبدالله ابن سبع یهودی و تمام سبعی هایی که پیرامون سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را گرفته بودند و همچنین شیعیان منحرف یا به تعبیر دیگر شیعیان دروغینی که پیرامون سیدنا حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم بودند. این بزرگواران هرچند شهرت بیشتری را داشتند و وجاهت بیشتری را داشتند، ارزش بیشتری را در جامعه اهل سنت داشتند، این سبعی ها و مخالفان اسلام و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون را بیشتر نزدیک می‌کردند تا اینکه وجاهت این بزرگواران را و علمشون را تحت تاثیر قرار بدن. در میان اهل سنت و الجماعت وقتی که ما نگاه میکنیم، الحمدلله با توجه به معیارهایی که اهل سنت و الجماعت داشتند، با توجه به حساسیتی که اهل سنت و الجماعت بر روی افراد و بر روی راویان و ناقلان حدیث داشتند، موفق نشدند که در میراث علمی و میراث حدیثی اهل سنت و الجماعت چندان نقشی رو داشته باشند. اما در بعد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی روایاتی رو که شیعه روایت کردند از این ائمه، میبینیم که تمام این روایاتی هست که متضاد هست، با همدیگر تضاد و تناقض فراوان دارند، بگونه ای که هر روایتی بنابر اقوال بزرگان خودشون چندین نفر در این مورد تصریح کردند که هر روایتی که وجود دارد در مقابلش روایت دیگری وجود دارد، بگونه ای که علما و بزرگان شیعه، نه علمای امروز شیعه بلکه متقدمین شیعه از زمان کلینی گرفته، اصحاب کتب اربعهشون گرفته، کتب ثمانیهشون گرفته، همه مجبور شدند بر این که یک طیف گسترده‌ای از این روایات را با تیغ تقیه از بین ببرند. این نتیجه عملی انتساب نامبارک چنین راویانی هست که جز سبعی ها و جز فرقه های منحرف بودند و متاسفانه خودشون را چسباندند به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و متاسفانه تا به امروز هم این نه تنها که این پیرایه هایی که به اسلام بستند و این خرافات و بدعاتی که ایجاد کردند و این نوآوری هایی را و انحرافاتی را که ایجاد کردند، متاسفانه بنابر اعتراف علمای شیعه بسیاری از اونها جز لوازم و ضروریات مذهب شیعه قرار گرفته. یعنی این که آثار این تحریف و آثار این انحراف و آثار این بدعت ها و خرافه ها امروزه در میان شیعیان متاسفانه به طور گسترده وجود دارد و اینها را جز مشخصه های شیعه و وجه تمایز شیعه از اهل سنت و الجماعت اینها را به حساب میارن. در مورد مولد ابی عبدالله، باب مولد ابی عبدالله، برخلاف روالی که ما در چند ماه گذشته داشتیم، اکتفا می‌کردیم بر اظهار نظر علامه مجلسی که فلان حدیث ضعیف هست یا مجهول هست یا حکم دیگری رو که بر آن اطلاق می‌کرد و خصوصا در باب ابواب مولد ما چندان حساسیتی رو نداشتیم، چرا که چیزی را ثابت نمی‌کند، صرفا در مورد ولادت این بزرگان یا احیانا در مورد فضائلشون هست. و در باب نص و اشاره بر امامتشون یه مقدار ما بیشتر این مسائل را و احادیث را بررسی می‌کردیم. منتها در مورد امام جعفر ابن محمد که شیعه خودشون رو جعفری می‌دانند، ما بر این شدیم که تعدادی از این راویان این ابواب را، خصوصا این باب را، خدمت بینندگان عزیز بیشتر معرفی کنیم، گرچه قبلا هم معرفی شده بود. از نظر حکم بر این روایات، من قبلا هم عرض کردم، شما هم اشاره فرمودید که در این باب 8 روایت وجود دارد و متاسفانه از میان این 8 روایت حتی یک روایتشون صحیح نیست. این اعتراف حدیث شناسی و فردی است مانند علامه مجلسی که در مذهب شیعه
جایگاهش برای همه محرز و مشخص است. قبلا عرض کردم، شما اشاره فرمودید که حدیث اول و همچنین حدیث اول و حدیث ششم این باب 2 تا روایت مجهول داریم در این باب و روایت دیگری که هستند حدیث سوم، حدیث چهارم، حدیث پنجم و حدیث هفتمشون ضعیف علی المشهور هستند و حدیث آخر که حدیث هشتم هست موثق علی الظاهر است. یعنی روایات این باب روایاتی را که برای اثبات فضایل و مناقب ابی عبدالله جعفر ابن محمد اومده، نه در این روایات حسنی وجود داره و نه روایات صحیحی. اگر انسان عاقلانه عمل بکند، اگر شیعه واقعا صداقت دارند در طرح این مسائل، در طرح علم حدیثی خودشون معتبر هست نزد اونها احکامی که علمایشون صادر میکنن بر روی احادیثشون، اگر واقعا بر اساس ادعای خودشون صرفا احادیث صحیح رو قبول میکنند، احادیث حسن رو قبول میکنند، آن هم در باب عقاید، باید این ابواب رو و این احادیث رو باید به صورت کلی کنار بگذارن. و نکته دیگری که در اینجا جای تعجب هست و این است که راویانی که بیشتر در این باب هستند و در مورد ابی عبدالله جعفر ابن محمد روایاتی رو نقل کردند، هم در باب مولدش و هم در باب امامتش و همچنین قبل از این باب و بعد از این باب افرادی هستند که جز خطابی هستند. ما این گروه خطابی رو قبلا یه مقداری معرفی کردیم در جلسه گذشته و در این جلسه انشاءالله هم به این مطالبی در این زمینه من خواهم پرداخت. اما قبل از هر چیزی من میخوام مقدمه ای رو که در این باب اومده درباره مولد ابی عبدالله اینو خدمت بینندگان از کتاب اصول کافی من نمایش بدم و این عبارت رو با هم میخونیم. دوستان این دوربین رو فعال بکنن. باب مولد ابی عبدالله در کتاب اصول کافی هست که بارها این کتاب رو نشان دادیم، لازم نیست که جلدش رو دوباره من نشون بدم. باب مولد ابی عبدالله از جعفر ابن محمد علیه السلام. ولد ابو عبدالله علیه السلام سنة 83 و مضى فی شوال من سنة 48 و 100. در سال 83 به دنیا آمدن و 148 از دنیا رفتن در سالی که در زمانی که ایشون 65 ساله بودن و له 65 سنه و دفن بالبقیع فی القبر الذي دفن فيه ابوه و جده و الحسن بن علی علیهم السلام و امه ام فروه. مادر ایشان ام فروه هست. حقیقتی که متاسفانه بسیاری از شیعیان و اون کسانی که خود را جعفری میدانند، منتسب به امام جعفر هستند، از نسل و نسب ایشان کاملا بی اطلاع هستند و چه بسا این نقطه را خود علمای شیعه بنابر مصلحت هایی که ناگفته برای همه آشکار و ظاهر هست، این حقیقت را پنهان کردند از دیدگاه و از معرض علم و آگاهی عوام شیعه. و این نقطه این هست که امام جعفر صادق و همچنین تمامی ائمه شیعه بعد از ایشان، یعنی این که تمام ائمه بعد از جعفر صادق، از جعفر صادق گرفته به بعد و تمامی امامزاده هایی که امروزه در ایران به هزاران مورد میرسند که همشون نسلشون به یکی از این ائمه برمیگردند، تمامی این ائمه و این امامزادگان از نوادگان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند. و بنابر اعتقادی که شیعه دارد که الله متعال بهترین نسل را و بهترین ارحام را و بهترین اسلاب را و بهترین نژاد را برای ائمه خودش انتخاب کرده، در این زمینه ما میبینیم که نژاد ابوبکر صدیق با نژاد علی و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در هم آمیخته. هر کسی که به امامت امام جعفر و بقیه ائمه ایمان دارد، این نقطه را باید بپذیرد که این بزرگواران جزو نوادگان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند. و این اعترافی هست که در اینجا آقای کلینی اینو آورده و میگه و امه ام فروه، مادر امام جعفر صادق ام فروه هست، دختر قاسم. ام فروه دختر قاسم هست و قاسم هم پسر محمد ابن ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. و امها اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر و مادر ام فروه اسمش هست اسماء دختر عبدالرحمن و عبدالرحمن ابن ابی بکر. یعنی این که مادر امام جعفر صادق هم از نظر پدر و هم از طرف مادر، از هر دو طرف نسبش منتهی می شود به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. این باب مولد ابی عبدالله
یک خصوصیتی رو که نمیشه گفت البته خصوصیت، یعنی یک نقطه‌ای هست که در بیشتر روایات اون مد نظر هست و دیده می شود و به قول آیت الله ابوالفضل برقی رحمت الله علیه این باب یا به صورت کلی میگوید که اصول کافی از در و دیوارش معجزه میبارد. اصول کافی رو وقتی که ما نگاه میکنیم و واقعا این گونه هست، هیچ صفحه از صفحه‌های یا بابی از ابوابش رو شما پیدا نمیکنید که در اون چندین مورد از در واقع معجزاتی رو که نسبت میدهند به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم شما پیدا نمیکنید که در واقع خالی باشد و بسیار زیاد و گسترده هست. یعنی صدها مورد در همین کتاب اصول کافی و در باب همین کتاب الحجه میبینید که از این موارد رو نقل کردن و کاش که این موارد ظاهر بود، کاش که این موارد حقیقی بود و حقیقت هایی بود که اتفاق افتاده بود. ما قطعا معتقد هستیم بزرگترین فضیلت و بزرگترین کرامت امام ابی عبدالله جعفر ابن محمد و همچنین پدر و جد آبای بزرگواریشون این هست که ایشون اهل سنت و الجماعت بودند، پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، پیرو قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و انسانهای نیکوکار و پرهیزگاری بودند. این بزرگترین فضیلت و بزرگترین کرامت برای این بزرگواران هست و این روایاتی که هست حتی بنابر اقوال خود ائمه شیعه و بزرگان شیعه این روایات جعلی هست، روایاتی هست که نه تنها که نمی شود از اینها امامتی رو ثابت کرد، حتی فضیلتی رو هم نمی توان از چنین روایات در واقع ثابت کرد. این روایاتی که در این باب اومده واقعا یعنی روایات جالبی هست. روایت اول رو که محمد ابن یحیی این مطلب رو نقل کرده که بنابر قول خود آقای علامه مجلسی گفته که این روایت مجهولی هست. وقتی که روایت مجهولی هست یعنی اینکه ناشناخته هست، کسی که این حرف رو زده و این مطلب رو نقل کرده و نهایتا این روایت ناشناخته هست و نمیشد اینو مورد در واقع استناد قرار داد. مطلبی رو که در اینجا نقل کرده از فروه نقل کرده، امام ابو عبدالله جعفر صادق از مادرش اینو در واقع نقل میکند. این واقعا جای یعنی سوال دارد که در میان روایات شیعه فضائلی رو که برای شیعیان تعریف کردند، فضائلی رو که برای معتقدان به امامت ائمه اثنا عشر بیان کردند، واقعا چیزهای خارج از حدس و گمان انسانها و مسلمانان هست. فراتر از اون ثوابهایی هست که در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ایمان به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. ایمان به ائمه فضائلی رو که ثابت کردن برای شیعیانی که معتقد به امامت ائمه هستند فراتر از مناقبی هست، فراتر از ثوابها و درجاتی هست که برای مؤمنان به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. یکی از این موارد که از فروه نقل می‌کند که امام جعفر صادق از مادرش این است که میگوید دوستان نمایش بدن یا فروه انی لعد الله لمذنبی شیعتنا، که میگوید که امام پدریشون امام باقر به مادرشون گفت یا فرا انی لعد الله لمذنبی شیعتنا فی اليوم واللیلة 1000 مره، من در هر شبانه روز 1000 مرتبه برای شیعیان خودمان طلب مغفرت میکنم. برای گناهکاران شیعه در هر روز من 1000 بار از الله متعال میخوام که الله متعال شیعیان ما را گناهانشون رو معاف بکند. علتش چی هست؟ میگه که لأننا نحن فيما يدوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب، زیرا که ما ائمه شیعه وقتی که بر مصیبتی که بر ما میاد صبر میکنیم، ما صبر میکنیم منتها ثواب این صبر رو هم میدونیم. و هم یصبرون علی ما لا یعلمون، اما شیعیان ما صبر میکنند بر چیزی که نمیدونن. یعنی این که تمام این فضائلی رو که برای شیعه آوردند اینا دروغه. تمام فضائلی رو که آوردند که هر کسی که معتقد به امامت باشد چنین و چنان هست و چنین ثوابی میرسد و این موارد را، یعنی این که دروغ هست. اگر واقعا شیعه آگاه هستند پس بنابراین این روایت اشتباهه. اگر شیعه ثواب شیعه بودن را، ثواب اعمالشون را، ثواب صبر بر مصیبت را، ثواب تقیه کردن را، ثواب پنهانکاری و مخفی کردن عقاید خودشون را اگر واقعا میدانند، معنیش این است که این روایت جعلی و دروغینی هست. اگر نمیدانند یعنی این که ائمه چیزی رو برایشون بیان نکردند و خود این روایت دروغ هست.
خود این روایاتی که این همه فضیلت ثابت کرده دروغ هست. در این زمینه ما می‌بینیم که واقعا یعنی روایات خیلی زیادی هست، من نمیخوام که همه رو مطرح بکنم. به طور مثال از امام ابوالحسن نقل کردند که الله متعال ناراحت شده، عصبانی شده بر شیعیان، من شیعیان را خریدم، من خودم را فدا کردم و شیعیان را خریدم. و این مطلب در خود همین کتاب اصول کافی هست و جلد 1 صفحه 206 روایتی رو داره از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن موسی، امام موسی کاظم، ان الله عز وجل غضب على الشیعه، الله متعال بر شیعیان خشمگین شد، فخیرنی نفسی اوهم، ما رو در اختیار داد یا خودت یا اینها، یکی باید هلاک بشه، کدوم یکی رو انتخاب میکنی؟ میگه فوقیتهم والله بنفسی، من شیعیان را با خودم نجات دادم، یعنی خودم رو فدا کردم و شیعیان را نجات دادم. این همون عقیده فدایی هست که متاسفانه نزد بقیه ادیان و مسیحا در واقع وجود داره. یعنی عیسی علیه السلام رو الله سبحانه و تعالی تنها پسرش رو علیه بالله فرستاد روی زمین و اون این عذاب و رنج صلیب کشیدن رو متحمل شد تا که گناهان نصارا بخشیده بشه. بله، این دقیقاً همون عقیده‌ای هست که متاسفانه در اگر به یاد داشته باشید در یکی از برنامه‌ها مطلبی رو ارائه فرمودید که من همون صفحه‌ای که شما ذکر نمودید اینجا اسکن کردم و دارم که در بهارالانوار بود، دوستان اگر بتونن نشون بدن که در اینجا در این روایت در صفحه 22 در اینجا این روایت رو شما خوندید که میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینم از امام جعفر صادق اگر که فقال صادق علیه السلام که گفتن اللهم حملنی ذنوب شیعه اخی و اولادی الاوصیا ما تقدم منها و ما تأخر الى یوم القیامه. مادام این منظور این روایت اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم همه گناهان شیعیان رو به دوش گرفتن. پس اینجا طلب استغفار چه معنی داره مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی چند سال 200 خورده سال قبل این کارو کرده بود؟ این در واقع تضاد در تضاد هست و شیعه اگر عرض کردم اگر معتقد به چنین روایات باشه، پس این روایاتی رو که این همه ثواب و فضیلت برای صبر و بر مصیبت ها و برای خود ائمه بیان کردن، اونها دروغ هست. اگر اونها راست هست، این قبیل روایات دروغ در واقع هست. منتها برای اینکه اگر بخوایم که کل این روایات رو یکی یکی بررسی بکنیم شاید وقت بیشتری برود، من انتخاب میکنم از میان این روایات راویان این روایات رو. در هفته گذشته اگر به خاطر شما و بینندگان البته سعی کنید اون راویان نورانی رو انتخاب بکنید، چون آقای قزوینی خیلی اصرار داره که کتاب کافی نور داره، بخاری نور نداره. در مورد ابوالخطاب، من این فرقه خطابی رو من معرفی بکنم که یکی از فرقه های شیعه بودن و که خطابی شمرده میشوند، یکی از فرقه های غلات هستند و حتی ابوالخطاب را به عنوان در واقع پیامبر خودشون قبول کرده بودند. در روایات شیعه و در کتاب شیعه این موارد کاملا نقل شده که ایشون نه تنها در حد این که رهبرشون باشه، بلکه صفات الهی رو بهش دادند و صفات نبوت رو به این فرد در واقع دادن. و این خطابی یک از گروهایی هستند که این تحریف هایی رو در دین شیعه ایجاد کردن متاسفانه، و این تحریف ها امروزه هم در مذهب شیعه متاسفانه کاملا وجود دارد و هستند. در کتاب رجال کشی مطالبی رو درباره خطابیه آورده و نقل کرده و این مطالبی هست که در یکی از مهمترین کتاب‌های شیعه در این زمینه وجود داره که من هفته گذشته هم مطالبی رو از این کتاب نمایش دادم خدمت بینندگان عزیز. این کتاب رجال کشی هست، یکی از معروفترین و قدیمی‌ترین کتاب‌های شیعه در مورد علم رجال هست. در این کتاب در مورد ابوالخطاب مطالبی رو در اینجا بیان کرده. در صفحه 207 عنوانی رو دارد که شماره 135 هست. در اینجا یک مطلبی را آورده به نام محمد ابن ابی زینب اسمه مقلاس ابوالخطاب. محمد ابن ابی زینب که اسمش واقعیش مقلاس بوده، ابوالخطاب براد الاجدی اسدی یکن ابا اسماعیل و یکن ایضا ابا الظبیان. این در مورد خود ابوالخطاب هست. ابوالخطاب خودش یک فردی بوده که مورد لعن و نفرین ائمه واقع شده. به طور مثال این روایات متعددی در این زمینه آورده: اللهم لعن ابوالخطاب فانه خوفنی
توفنی قائما و قاعدا و علی فراشی اللهم اذق حر الحدید که امام جعفر صادق در مورد ایشان گفته که پروردگار ایشون رو هلاک بکند و از بین ببرد. و مطلبی که در این زمینه وجود داره در مورد ابوالخطاب این است که ابوالخطاب یکی از کسانی بوده که همون گونه که من هفته گذشته اینو نمایش دادم که روایات رو میگرفتند و جعل میکردند در میان کتب ائمه، در واقع اینها رو اضافه میکردند اصحاب ائمه. و این ابوالخطاب مانند مغیره در واقع یکی از افرادی بودند که این کارها رو کاملا انجام میدادند و شیعیان رو در واقع به گمراهی کشوندند. در این زمینه به طور مثال میگوید که وان ابوالخطاب کان من اعاره الله الایمان، ابوالخطاب کسی از کسانی بوده که الله متعال ایمان رو به ایشان عاریت داده بوده، یعنی مؤمن واقعی نبودند، ایمان رو به ایشان عاریت داده بوده. فلما کذب علی ابی سلبه الله الایمان، زمانی که ایشان دروغ گفتند بر پدرم یعنی بر امام باقر، میگه الله متعال این ایمان رو از ایشان کاملا سلب کرد. پس بنابراین این ابوالخطاب یکی از کسانی هست که کاملا دروغگو بودند، افترا می‌بستند بر ائمه و با این افتراء خودشون متاسفانه روایات زیادی رو ایجاد کردند و این افتراءات و این انحرافات متاسفانه تا به امروز هم در مذهب شیعه وجود دارد و جزء اساسیات و جزء بهترین و مشخصات شیعه متاسفانه تا به امروز اینها قرار دارند. و یکی از این روایاتی که در اینجا آمده که در صفحه 215 مطلبی رو در اینجا دارد که اینو نقل میکنه از امام ابوالحسن رضا، دوستان نمایش بدن. و کان ابوالخطاب یکذب علی ابی عبدالله، ابوالخطاب دروغ میبست بر امام ابو عبدالله. فاذاقه الله حر الحدید، الله متعال ایشون رو مجازات کرد و گرمی و سوز آتش رو یعنی شمشیر رو به ایشون در واقع چشاند. و همچنین در مورد این فرد یعنی ابوالخطاب روایت متعددی در اینجا در قالب چند صفحه در اینجا آورده و این افراد رو در اینجا این فرد رو در واقع معرفی کرده. و یکی از انحرافاتی که این آقای ابوالخطاب در مذهب شیعه ایجاد کرده و تا به امروز هم در مذهب شیعه متاسفانه وجود دارد، بحث تأخیر نماز مغرب هست. انحرافات دیگری رو هم داشته، تحریفات دیگری رو داشته که به اعتراف نه تنها یک روایت بلکه ده ها روایت از روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ائمه معصوم شیعه وجود دارد که این آقای ابوالخطاب در واقع تحریف هایی رو در دین ایجاد کرده و یکی از مواردش این بوده که وقت نماز را متاسفانه تغییر داده و شیعیان امروز هم متاسفانه تمام شیعیانی که هستن تا جایی که من سراغ دارم پیرو ابوالخطاب هستن تا اینکه پیرو امام جعفر صادق باشن یا علی ابن ابی طالب. خودشون جعفری معرفی میکنن، میگن که ما جعفری هستیم، اما عملا برخلاف نظر امام جعفر عمل میکنن و اون کسی که مخالف امام جعفر بوده و امام جعفر اونو لعن و نفرین کرده مذهب اونو گرفتن. متاسفانه من عرض کردم متاسفانه یا خوشبختانه روایات متعدد و زیادی در این زمینه وجود داره که اگر این روایات در باره فرض کنیم مثلا امامت بود شاید مثلا ادعای تواتر رو میکردن که اینها خیلی زیاد هست و در حد تواتر هست. من بخشی از این روایات را که فقط در یکی از کتاب‌های شیعه اومده خدمت بینندگان عزیز به خاطر اتمام حجت و بیان این واقعیت خدمت شما عزیزان مطرح میکنم. در کتاب وسائل الشیعه دوستان نمایش بدن، کتاب وسائل الشیعه هست، بارها این کتاب رو دیدن و یکی از کتب 8 و 8 کتاب برتر شیعه هست، تالیف شیخ محمد ابن حسن حر عاملی هست، متوفی 1104 و این چاپی که من در اختیار دارم جزء دوم این کتاب هست. منتها چاپ‌های قبلی این کتاب در واقع جلدهای بیشتری رو داشته و این چاپ فشردهش هست. این مطلبی که من میخوام نمایش بدم از جلد سوم این کتاب هست یا در برخی از چاپ ها صفحه 137 و در برخی از چاپ های قدیمی تر جلد 4 صفحه 189 هست. در اینجا یک بابی رو آورده و معرفی کرده، دوستان این باب رو نمایش بدن. باب و تأکد استحباب تقدیم المغرب فی اول وقتها، در مورد تأکید و در واقع پافشاری کردن بر تقدیم نماز مغرب در اول وقت، یعنی این که شیعیان باید نماز مغرب رو در اول وقت باید بخوانند. و کراهت تأخیرها، تأخیر نماز مغرب مکروه است مگر در موردی که عذری وجود داشته باشد. و
تحریم و تأخیر طلبا لفضلها، اگر تأخیر به خاطر این باشه که دنبال فضیلتی بیشتر باشند چون این کاری حرام هست. و ان آخر وقت فضیلتها ذهاب الحمرة المغربیه، و آخرین وقت فضیلت نماز مغرب زمانی هست که سرخی شفق و در واقع سرخی مغرب از بین می رود. در این باب روایات متعددی رو آورده در این زمینه که اهل اسلام، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز رو در اول وقت می خوندند. از تعدادی از ائمه اهل بیت آوردند که دستور دادن من جمله سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که نماز را به محض غروب آفتاب، به محض این که قرص خورشید غایب شد و غروب کرد، شما باید نماز مغرب را بخونید. متاسفانه امروز شیعه ها مذهب امام جعفر را رها کردند، رفتن مذهب خطابیه رو گرفتن. من این مذهب را توضیح میدم به خاطر اینکه تعدادی از راویان همین باب مولد ابی عبدالله از پیروان و مریدان همین ابی الخطاب هستند. از پیروان و مریدان همین ابن خطاب، نه تنها از مریدانش بلکه از در واقع کسانی هستند که به نبوت ابوالخطاب در واقع ایمان آورده بودند، نه تنها اینکه پیروش بودند و اینو جز بزرگانشون میدونن، حتی اینو جز پیامبران خودشون حساب میکردن. در روایت اول محمد ابن یعقوب اینو آورده با سند خودش هست، میگوید که زید شهام میگه سألت ابا عبدالله، من از امام ابو عبدالله سوال کردم. امام ابو عبدالله همین امامی هست که ما میخوایم که مولدش رو بررسی قرار بدیم. ان وقت المغرب فقال ان جبرائیل اتى النبي صلی الله علیه وسلم لكل صلاة بوقتین، در جبرئیل برای هر نمازی دو وقت رو آورد برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، غیر صلات المغرب، غیر از نماز مغرب. فان وقتها واحد، وقت نماز مغرب یک چیزی هست، یکی هست. و ان وقتها وجوبها، و این وقتها وجوبها، وقت نماز مغرب به محض فرو رفتن قرص خورشید هست، به محض غایب شدن قرص خورشید وقت نماز، یعنی اول وقت و آخر وقت نداره، اول وقت و آخر نداره، فقط به محض غروب آفتاب این در واقع وقت نماز مغرب هست. و این علتی، این مطلبی که در اینجا ذکر می‌کند که جبرئیل برای هر وقت نمازی، برای هر نمازی دو وقت آورد، این در روایات اهل سنت و جماعت هم وجود داره. علتش این است که حضرت جبرئیل علیه السلام دو روز آمدن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای آموزش دادن اول وقت و آخر وقت، اول وقت و آخر وقت. یک روزی می اومدن نماز ظهر رو اول وقت میخوندند، روز بعدش در آخر وقت میخوندند. نماز عصر رو یک روزی در اول وقت و یک روزی در آخر وقت میخوندند. همچنین بقیه نمازها رو. و بعد از این که نماز رو در واقع تمام میکردند میگفتند که در میان این دو وقت وقت نماز هست برای تو و برای امتت، اما وقت نماز مغرب رو در هر دو روز در یک وقت خوندند، یعنی به محض فرو رفتن قرص خورشید. روایت دوم از ابو جعفر از روایت اولی از امام ابو عبدالله بود، امام جعفر، و روایت دومی از امام باقر هست. ان لكل صلاة وقتین غیر المغرب، هر نمازی دو وقت دارد مگر مغرب. فان وقتها واحد، یک وقتی دارد. و وقتها وجوبها، و وقتش به محض فرو رفتن قرص خورشید هست. و وقت فوتها سقوط الشفق، این روایت واقعا جالب هست. میگه وقت فوتش، یعنی وقتی که وقت مغرب فوت می شود، خارج می شود، سقوط الشفق زمانی هست که شفق یعنی سرخی در واقع افق از بین می رود. وقتی که سرخی از بین می رود و ستارگان نمایان می شوند، این دقیقاً وقتی هست که وقت نماز مغرب به صورت کلی فوت شده. روایت دیگری که در این باب هست از ابو عبدالله هست، میگوید که انه قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی المغرب و یصلی معه حی من الانصار، رسول الله صلی الله علیه و سلم با انصار نماز مغرب را میخوندند. یقال لهم بنو سلمه، یکی از این تیره های بنو انصار. منازلهم علی نصف میل، منزل این قبیله حدودا نصف میلی فاصله داشت با مسجد. فیصلون معه، میرفتند با رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد النبی نماز می‌خواندند. ثم ينصرفون الى منازلهم، برمیگشتند میرفتند به منزلگاه خودشون، به محله خودشون. و هم يرون مواضع سهامهم، وقتی که تیری رو میانداختن دقیقاً میدیدن تیر کجا میافتد.
درست. یعنی به اندازه این هوا در واقع روشن بوده. یعنی دقیقاً همون وقتی که امروز اهل سنت همون میخونن، وقتی که امروز تمام مسلمانان میخونند به استثنای شیعیان در این زمینه نه پیرو رسول الله هستند و نه پیرو امام جعفر صادق هستند، بلکه به تصریح این روایتشون پیرو شخصی هستند به نام ابوالخطاب که این در واقع یک انسان کافر و مرتد بوده. اینو من خدمت بینندگان از کتاب‌هایی که انشالله نمایش خواهم داد. در منتها این مطلب رو که این تحریف رو در مذهب شیعه این فرد ایجاد کرده، روایات متعددی هست، من جمله این روایت که قال الصادق، امام صادق فرمودند ملعون من اخر المغرب طلبا لفضلها، هر کسی که نماز مغرب رو به خاطر طلب فضیلت بیشتر به تأخیر بیاندازد، یعنی اون از اول وقتش که وقت غروب آفتاب هست به تأخیر بیاندازد، ملعون، چون این انسانی ملعون هست و نفرین شده هست. و همچنین گفته شده وقیل له ان اهل العراق، به امام جعفر صادق گفتند که اهل عراق یؤخرون المغرب، مغرب رو نمازش رو تأخیر میکنن. معلوم میشد که در اون زمان در مدینه خود امام تأخیر نمیکردند، فقط اهل عراق میکردند. یعنی اولین باری که این تحریف ایجاد شد و این انحراف ایجاد شد از اهل عراق، شیعیان کوفه بودند که این کار رو ایجاد کردند و من جمله خود آقای ابوالخطاب. به ایشان گفتند که اهل عراق نماز مغرب رو تأخیر میکنند، خیلی دیر نماز میکنند تا که حتی تشتبک النجوم، تا زمانی که ستاره ها در آسمان ظاهر می شوند. فقال هذا من عمل عدو الله ابی الخطاب، دوستان نمایش بدن این جمله را. فقال هذا من عمل عدو الله ابی الخطاب، فرمودند که این از کارهای دشمن الله ابوالخطاب هست. یعنی امام چنین چیزی رو نداشتن. همچنین در روایت بعدی هست سمعت ابا عبدالله یقول من اخر المغرب حتی تشتبک النجوم من غیر علت، هر کسی که نماز مغرب را به تأخیر بیاندازد بدون دلیل و بدون علت، فانا الی الله منه بریء، من از چنین انسانی در واقع براءت میکنم، بری هستم. و در همین مورد ابوالخطاب که خطابی نماز رو تأخیر میاندازند، روایتی در همین باب هست در صفحه بعدی، روایت متعدد زیاده در این باب، 24 روایت هست. جناب استاد یک بار دیگه آدرس این کتاب رو بگید، بینندگانی که جدیداً با ما همراه شده باشن. این کتاب جزء کتاب‌های ثمانیه شیعه هست، یعنی جزء 8 کتاب برتر شیعه، تفصیل وسائل شیعه. دوستان نمایش بدن این کتاب تفصیل و وسائل شیعه که معروف است به وسائل شیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف شیخ محمد ابن حسن حر عاملی، متوفی 1104، جزء دومش هست تصحیح و تدقیق مرکز امام الحسن المجتبی علیه السلام للتحقیق و دراسات. این کتاب رو در واقع چاپ کردن. یعنی وهابی‌ها چاپ نکردن؟ نه، این کتاب خودشون هست. اینم صفحه اول این کتاب و اینم صفحه مشخصات این کتاب. و این بابی رو که من نمایش دادم، این باب 18 هم هست، در این باب هست به اسم باب تأکد استحباب تقدیم المغرب فی اول وقتها. در این 24 روایت هستند که همهشون بر این مطلب دلالت میکنند. روایت 18 هم این باب میگوید ابی اسامه شحام میگوید که قال رجل لابی عبدالله، یک مردی به امام جعفر صادق فرموده که اؤخر المغرب حتی تستبین النجوم، آیا من اجازه دارم که نماز مغرب را به تأخیر بیاندازم تا زمانی که هوا تاریک می شود و ستارگان دیده می شوند؟ فقال خطابیتون، مگر تو خطابی هستید، از گروه خطابی هستید؟ ان جبرائیل نزل بها علی محمد صلی الله علیه و سلم حین سقط القرص، رسول الله حضرت جبریل علیه السلام نماز مغرب را وقتش را نازل کرد بر رسول الله و وقتش این است که حین سقط القرص، زمانی که قرص خورشید میافتد این وقت نماز مغرب است. و در روایت بعدی از امام رضا نقل شده قال ان ابا الخطاب قد کان افسد عامه اهل الکوفه، امام رضا میگه. ببینید در این روایت از امام باقر بود، از امام ابو عبدالله بود، این از امام رضا هست. میگوید که ابوالخطاب مردم کوفه را فاسد کرده بود. قد کان افسد عامه اهل الکوفه، اهل کوفه را فاسد کرده بود. و کانوا لا یصلون، فسادشون چی بود؟ لا یصلون المغرب حتی یغیب الشفق، نماز مغرب را نمیخوند تا زمانی که شفق از بین برود. یعنی دقیقاً همین وقتی که امروزه شیعه نماز مغرب را میخونند. و انما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجه، تأخیر مغرب جایز هست منتها برای مسافر
برای کسی که خوف و هراس دارد، برای کسی که صاحب حاجت هست، یعنی صاحب یک کاری هست، مشغول هست. این از دیدگاه اهل سنت و الجماعت هم جایزه. انسانی که به سفر می رود و مسافر هست از نظر شرعی اجازه دارد که نماز مغرب را به تأخیر بیاندازد و مغرب عشا را یک جا بخواند. این مذهب اهل سنت و الجماعت هست که مذهب خود ائمه بنابر این روایت هم همین چیزی بوده که اهل سنت و الجماعت عمل میکنند و بنابر ده ها روایت که این باب از بابهای بعدی هستند تصریح بر این دارند که تأخیر مغرب جزء تحریف هایی بوده و بدعت هایی بوده که همین آقای ابوالخطاب و فرقه خطابی اینو در مذهب شیعه اضافه کردند و متاسفانه امروزه یکی از وجوه تمایز شیعه از سنی این است که سنی به محض غروب آفتاب نماز میخواند و افطار میکند، اما شیعه بعد از غیاب شفق، بعد از اینکه شفق در واقع از افق کامل پنهان میشود و هوا تاریک میشود اون وقت نماز میخوانند. پس بنابراین کسانی که این کار را میکنند، کسانی که نماز مغرب را به تأخیر میاندازند، اینها در واقع جعفری نیستند بلکه همون خطابی هستند که امام جعفر صادق اونها رو گفته خطابی. وقتی که فردی اومد و سوال کرد که نماز مغرب را به تأخیر بیاندازن، ایشون فرمودن مگر تو خطابی هستی که میخوای نماز مغرب را با تأخیر بیاندازیم؟ اونهایی که اهل سنت هستند، مسلمان هستند و پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند و جعفری واقعی هستند، نماز را باید طبق مذهب امام ابو عبدالله جعفر صادق باید بخونند، نه موافق با ابوالخطاب و فرقه خطابی. بله، جزاکم الله خیر. من در تایید صحبت‌های حضرت مولانا نامه 52 نهج البلاغه رو جناب مولانا که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دوستان اگر نشون بدن در طی فرمانی که بعد از رسیدن به خلافت به استاندارهای سرزمین‌های اسلامی می‌نویسن، اوقات نماز رو بیان می‌کنن. یعنی واقعا آدم تعجب می‌کنه که اینایی که امروز ادعا می‌کنن پیرو علی هستن، علی رضی الله تعالی عنه یعنی بخشنامه صادر می‌کنه، اوقات نماز رو تعیین می‌کنه. در این روایت‌هایی که از وسایل شیعه نقل فرمودید، امام جعفر صادق و بقیه ائمه از این کار منع کردن که مغرب رو به تأخیر بندازن. بازم می‌بینیم که شیعیان میرن دنبال روی ابوالخطاب و غیره که ملعون بودن و از طرف ائمه لعن و نفرین شده بودن. این نامه به اندازه واضح و آشکار است. دوستان اگر این رو نشون بدن، این نامه 52 است، اوقات صلات الیومیه. من فارسی این رو خدمت شما عزیزان میخونم که ایشون میفرمایند پس از یاد خدا و درود نماز ظهر را با مردم وقتی بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه آن به اندازه دیوار آغل بز گسترده شود، و نماز عصر را با مردم هنگامی بخوانید که خورشید سفید است و جلوه دارد و پاره ای از روز مانده که تا غروب میتوان 2 فرسخ راه را پیمود، و نماز مغرب را با مردم زمانی بخوانید که روزدار افطار و حاجی از عرفات به سوی منی کوچ میکند، و باقی نمازها را و نماز عشا را با مردم وقتی بخوانید که شفق پنهان می شود و 1/3 از شب بگذرد. 2 مطلب جالب در این نامه وجود داره. یکی این که 5 وقت نماز 5 وقت جداگانه داره. یکی این که نماز مغرب رو طبق همون سنتی که فعلا هست در بین همه مسلمان ها، وقتی که روزدار افطار میکنه، وقتی که حجاج از عرفات به سوی مزدلفه حرکت میکنه. و دیگر این که وقت مغرب را، وقت عشا را جداگانه مشخص کرده. یه معلوم میشد که وقت مغرب چیزی دیگر هست و وقت عشا چیزی دیگر، و اون چیزی که درباره غیاب شفق هست یعنی تاریک شدن هوا، اون وقت نماز مغرب هست که ایشون فرمودن در این خطبه یا در این نامه که نماز مغرب را زمانی بخونید که مسلمانان افطار میکنند یا حجاج از عرفات در واقع برمیگردند، و نماز عشا را زمانی بخوانید که هوا در واقع تاریک میشود و شفق از بین میرود. این واقعیتی هست. 10 روایت و در این زمینه وجود دارند. منتها مشکل شیعه امروزه به صورت کلی این است که شیعه به حرف آخوندهایشون و به حرف مراجعشون بیشتر از حرف ائمه و روایات خودشون ارزش قائل هستند. افسانه ها و بدعات و خرافات و تحریف هایی رو که به وجود آمده به مرور زمان، اینها را بیشتر از حقایق بهشون اهمیت میدن. حاضر نیستند حقایق را بپذیرند که در کتاب‌های خودشون ثابت هست، رفتن سراغ افسانه ها و بدعت ها. و علتش همین است که اگر شیعه قرار باشد که امروزه این بدعات و خرافات را که مشخصه های شیعه شدن اینها را ترک بکنند، معنیش این است که دقیقاً اهل سنت و الجماعت
جماعت هستند. همین حکم حضرت علی رضی الله تعالی عنه را یا همین مذهب امام جعفر را اگر واقعا شیعه بر این عمل بکند، یعنی یکی از موارد اختلافی رو کاملا برداشتن. یکی از موارد اختلافی اینه که شیعه جدا نماز میخونه، وقت دیگر اهل سنت جدا میخونن، اگر 3 وقت رو 5 وقت میخونن. اگر بر این نامه حضرت علی عامل باشند و بر این دهها و روایتی که من عرض کردم عامل باشند، یکی از عوامل تفرقه رو در واقع از بین بردن. اما شیعه و یعنی منظورم علمای شیعه است، به هیچ عنوان نمیخواهند که این واقعیت ها برای شیعه واضح بشه، آشکار بشه و شیعه بر این عمل بکنند. زیرا که اگر عمل بکنند دیگه خمسی در کار نخواهد بود، صیغه‌ای در کار نخواهد بود و این همه تبرکایی که به علمای شیعه و مراجع خودشون میگیرند اینها از بین خواهد رفت. سهم امام و صدها موارد دیگر کاملا اینها از بین خواهد رفت و مسلمانان متحد و یکپارچه میشوند و این به نفع شیعه و علمای شیعه نیست. این به ضرر در واقع مادی علمای شیعه هست و نمیتونن بر مردم در واقع حکم برانند و تمام الان فریبی که دادند علمای شیعه به عوام شیعه این است که اهل سنت و الجماعت نمیدونم مخالف اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، پس بنابراین هر چی در کتاب‌های اهل سنت هست اون ناحق هست. ما خالف العامه ففیه الرشاد، در رسول کافی و در کتاب کافی و بقیه کتاب‌هاشون این به عنوان یک اصل است. هر چیزی که مخالف اهل سنت و الجماعت باشه اون در واقع هدایت هست و راه رستگاری هست و اون چیزی که اهل سنت بر اون عمل میکنن دقیقاً همین دستورها و آموزه های سیدنا علی هست و امام جعفر صادق هست که قبل از این که در کتاب‌های شیعه باشه و در کتاب اهل سنت باشه اهل سنت بون استدلال بکنن، بلکه در کتاب‌های خود شیعه و روایت خود شیعه هم وجود دارد. بله، جزاکم الله خیر. جناب مولانا، من روزی با یکی از آخوندا صحبت می‌کردم در مورد همین نامه 52 نهج البلاغه. گفت حالا این نامه درسته و فلان اینا، منتها به خاطر که این مشکلات ملت حل بشه و حالا 5 وقت نماز عصر بخونن، همه برن مغازه رو ببندن، برن نماز مغرب بخونن، نماز مغرب دوباره نماز عشا بخونن. سبحان الله، کأنه سیدنا علی رضی الله عنه این آخوندهای یعنی دروغگوی این زمانه رو دیدند و در نامه 27 نهج البلاغه هم دقیقاً به همین مطلب اشاره میکنند. دوستان عزیز اگر که بتونن این صفحه رو نشون بدن، سیدنا علی رضی الله عنه در هنگام تعیین یکی از اصحابشون به عنوان سرلشکر که عازم مصر بود، بهش میگن که نماز را در وقت خودش به جای آر، نه اینکه در بیکاری زودتر از وقتش بخوانی و به هنگام درگیری و کار آن را به تأخیر بیندازی و بدان که تمام کردار خوبت در گرو نماز است. یعنی سبحان الله کنه وضعیت این انسانها رو در اینجا دیده بودن. همچنین مطلبی که جناب مولانا فرمودن دوستان عزیز نشون بدید، این اصول کافی، این هم صفحه دومش و این مطلب در این حدیث تورانی که در صفحه 43 آورده، ما خالف العامه ففی الرشاد، آن چیزی که مخالفت باشه در اون با اهل سنت در اون چیز رستگاری است. من تشکر میکنم از جناب شما حضرت مولانا و از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده ما بودید. میان برنامه با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله با ادامه بحث خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. امامت و مرگ جاهلی. دلیل بعدی در اینجا حدیث من مات بلا امام مات میتة جاهلیه هست. خب مسلم میگه من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتة جاهلیه. اگر بیعت امام در گردن هر کسی نباشد بمیرد، اون چیه؟ به مرگ جاهلی مرده، یعنی بدون دین از دنیا رفته. آیا امامت اگر از فروع دین هست، یعنی کسی فروع دین رو عمل نکرد خارج از اسلام از دنیا میره یا نه؟ این دلالت میکنه امامت از اصوله، اینکه حرف ما نیست. که خود آقای احمد ابن حنبل که با سند صحیح میگه من مات به غیر امام مات میتة جاهلیه. بینندگان عزیز، آخوندهای رافضی بعد از این که از آوردن یک دلیل صریح و واضح بر این که امامت اصل دین است عاجز ماندند، دست به تحریف و تأویل معانی نصوص زدند و به نصوصی استدلال نمودند که دارای چند معنی بوده
و صراحتی بر امر ندارد. همان گونه که این آخوند رافضی طبق عادت همیشگی خود می‌خواهد به تحریف نصوص اهل سنت بپردازد و چیزهایی را به اهل سنت نسبت دهد که اهل سنت به آن معتقد نیستند. علمای اهل سنت بر این باورند که مراد از بیعت با امام در این حدیث بیعت با سلطان و حاکمی است که مردم بر حکومت او اتفاق کردند و با او بیعت نمودند و فرقی ندارد که این حاکم با بیعت و رضایت مردم سر کار آمده باشد یا با قدرت و زور. در چنین حالتی اطاعت از این حاکم واجب است مادامی که به گناهی امر نکند. اما این آخوند رافضی بیعت با امام را که در این حدیث وارد شده به بیعت با امامان 12 گانه تفسیر می کند که در بین آنها فقط علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و حسن مجتبی رضی الله عنه به حکومت رسیدند. و همچنین مرگ بدون بیعت با امام به این معنی نیست که شخص بدون ایمان از دنیا می رود و کافر است. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می فرمایند: من قتل تحت رایة عمیة يدعو عصبية او ينصر عصبية فقتلته جاهلیه. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1487 شماره حدیث 1850. هر کس زیر پرچم کورکورانه به گونه‌ای کشته شود که دعوت و یاری او از روی تعصب باشد، او بر شیوه جاهلیت کشته شده است. از این حدیث معلوم شد کسی که کورکورانه بجنگد بر شیوه و عادت جاهلیت مرده است، نه اینکه او را فاقد ایمان بدانیم. پس منظور آن حدیث شباهت پیدا کردن با عادات جاهلی است، چون عرب‌ها در زمان جاهلیت از امیر خاصی اطاعت نمی‌کردند و این امر باعث اختلاف زیادی می‌شد و باید گفت که این حدیث در مورد روافض بیشتر صدق دارد، چون همیشه سعی در جدا شدن از عموم مسلمانان دارند و همچنین امام زمان خود را نمی‌شناسند و ادعا می‌کنند که محمد بن حسن امام غایب است، کسی که صدها سال است وارد سرداب سامرا شده در حالی که 2 یا 3 یا 5 سال سن داشته است و تا امروز نه کسی او را دیده است و نه اثری از او وجود دارد و هیچ فردی نه شخص او را می‌شناسد و نه صفات او را و معتقدند که چنین شخص مجهولی امام زمانشان است و همگان می‌دانند که این نوع شناخت صحیحی نیست و شناختی انسان را از جاهلیت خارج می‌کند که به وسیله آن اجتماع مسلمانان صورت گیرد و فرامین او مورد اطاعت قرار گیرد. پس مصداق اصلی این حدیث روافض هستند، چون امامی ندارند که با او بیعت کنند و امام مجهولشان در غیبت به سر میبرد و امتش را بدون چوپان رها کرده است. اگر واقعا راست میگویید که امامت جزو اصول دین است، پس دلیلی صریح از قرآن کریم بیاورید که احتمال معنی دیگری را نداشته باشد. همچون دیگر اصول دین که 10 آیه صریح در مورد نماز، روزه، زکات و حج نازل شده است. آیا معقول است که امامت رکنی اساسی از ارکان اسلام باشد و انسان بدون اعتقاد به آن کافر گردد، ولی حتی یک آیه یا جزئی از آیه دلالت صریحی بر این رکن اساسی نداشته باشد؟ آیا این امر قابل قبول است؟ کیفیت باخبر شدن ائمه از امامتشان. انسان تا به خاک نیفتد جایی را نمی‌بیند. وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادی آمده است که انا اقل الاقلین و اذل الاذلین مثقال الذره بدونها. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی از وجود مبارک امام معصوم علیه السلام نقل بکنند. از حضرت سوال کردن شما از کجا میفهمید به مقام امامت رسیدید؟ مثلا وجود مبارک امام جواد از کجا میفهمد که به مقام امامت رسیده است؟ خب وقتی امام هشتم سلام الله علیه در خراسان شهید می شود، وجود مبارک امام جواد در مدینه به مقام بالای امامت میرسد. کسی که او را با خبر نمی کند، خبر تا از مدینه از خراسان به مدینه برسد چند روز طول می کشد.
به حضرت عرض کردن شما از کجا میفهمید که امام شدید؟ فرمود اون وقتی که ما در خود یک ذلتی احساس بکنیم میفهمیم به یه مقامی رسید. به حضرت عرض کردن شما از کجا میفهمید که امام شدید؟ فرمود اون وقتی که ما در خود یک ذلتی احساس بکنیم میفهمیم به یه مقامی رسید. فرمود اون وقتی که ما در خود یک ذلتی احساس بکنیم میفهمیم به یه مقامی رسید. السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. اگر به یاد داشته باشید قبل از میان برنامه حضرت مولانا در مورد اوقات نماز و دقیقاً وقت نماز مغرب صحبت کردند و اینکه شیعیانی که امروز ادعا می‌کنند جعفری هستند و علوی هستند و پیرو اهل بیت و امام علی و امام جعفر صادق هستند، در حقیقت با به تأخیر انداختن نماز مغرب پیرو خطابیه هستند یا همون ابوالخطاب، شخصی که ائمه اهل بیت خاصتا امام جعفر و غیره ایشون را لعن کردن و ایشون یک انسان کافر بوده، مدعی نبوت بوده و گرفتاری‌های دیگری که انشاءالله جناب مولانا در موردش صحبت خواهند کرد. جناب مولانا در شروع صحبت‌ها که به طول انجامید در مورد تأخیر نماز مغرب و فرقه خطابیه فرمودید که این کتاب نورانی کافی که سراسر نور است که میباره از این کتاب و راویان باب مولد امام جعفر صادق بعضیشون خطابی هستن یا از شاگردان ابوالخطاب هستن. واقعا جدی وجود داره این قضیه؟ من باورم نمیشه. وقتی که خود ابوالخطاب جدی وجود داره با این همه رسوایی که داره، متاسفانه امروز مذهب شیعه همشون پیرو خطابی هستن. خب شاگردانش قطعا کسانی هستند که این روایات را جعل کردن، تبلیغ کردن، نظر ایشون رو امروزه به شیعه رسیده که تمام شیعه امروز پیرو این فرد هستند، نه امام جعفر صادق. و روایاتش در کتاب اصول کافی، فروع کافی و بقیه که کتابها به صورت فراوان و گسترده هست. به طور مثال در همین بابی که من عرض کردم، باب مولد ابی عبدالله که 8 روایت دارد، از 8 روایتی که در این باب وجود دارد 2 تا از این روایاتش مال مفضل ابن عمر هست. بله. 2 تا از روایاتش که در این باب اومده از مفضل ابن عمر هست. دوستان اگر نمایش بدند این صفحه را، حدیث شماره 2 در این باب مولد ابی عبدالله حدیث شماره 2 هست، کتاب الحجه و باب مولد ابی عبدالله حدیث شماره 2 هست. سندش از بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن ابیه عن سلیمان ابن سماع عن عبدالله ابن قاسم عن المفضل ابن عمر. این روایت از مفضل ابن عمر هست، این راوی که در اینجا آمده و خود محتوایش هم که چیزی رو ثابت نمیکنه. بالفرض اگر راست هم که باشه، یکی دیگر از معجزات رو گفته که امام ابو عبدالله خونهش سوخت، آتیشی رو انداختن، امام ابو عبدالله از وسط آتیش رفت و به هر صورت نسوخت آتیششون رو. ما کاری به متنش نداریم، متنش برای همه کاملا واضح و آشکار هست که چه اندازه در اون اغراق و غلو شده. خب این روایت دوم هست و همچنین روایت چهارم همین باب. روایت دوم این بود و همچنین روایت چهارم، دوستان نمایش بدن، روایت چهارم این باب هست
روایت چهارم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عمر ابن عبدالعزیز عن الخیبری عن یونس ابن زبیان و مفضل ابن عمر. این روایت هم از مفضل ابن عمر هست. حداقل این دو روایت در این باب از فردی هستند به نام مفضل ابن عمر. الان برمیگردیم به کتاب رجال کشی تا اینکه ببینیم مفضل ابن عمر کی هست. من قبلا مطالبی رو درباره خود ابوالخطاب خدمت بینندگان عزیز کاملا نقل کردم که ایشون چه جایگاهی رو داشتن و یکی از بی احترامی هایی رو که در مورد امام جعفر صادق کرده خود آقای ابوالخطاب در اینجا کشید آورده و دوستان اینو نمایش بدن. این روایت رو معاویه ابن حکیم از پدرش و از جدش اینو نقل میکنند و نهایتا میگوید که من از ابوالخطاب چیزهایی رو شنیدم بلغنی عن ابوالخطاب اشیاء، یک چیزایی رو به من رسید، مثل این مواردی که مثلا نماز مغرب رو به تأخیر میانداخت و مردم رو اهل کوفه رو گمراه کرده بود تا اینکه نماز رو به تأخیر بیاندازن. میگوید من رفتم نزد امام ابو عبدالله و یکی یکی این مسائل رو از امام ابو عبدالله پرسیدم و جالب می بود که خود آقای ابوالخطاب هم اونجا بود. در حضور ابوالخطاب من سوال میکردم و امام میگفت که ابوالخطاب دروغ میگه، من میگفتم فلان مسئله، امام میگفت که ابوالخطاب دروغ میگه. در آخر چه اتفاقی افتاد؟ میگوید که این مطلب میگه قلت لابی عبدالله ان ابوالخطاب روى عنك كذا و كذا، فلان و فلان مطلب را شما نقل کرده، شما چنین و چنان گفتید. فقال كذب، دروغ گفته این فرد. قال فاقبلت اروي شيئا فشيئا مما سمعناه وانكرناه فيما بقي فما بقي شيء الا سالت عنه. میگه من همینجوری شروع کردم، معاویه ابن حکیم میگه من همینجوری شروع کردم روایت میکردم یک مطلبی رو بعد از مطلب دیگر از مطالبی که ما شنیده بودیم و به نظر ما اشتباه بود و ما در واقع اونو انکار میکردیم، مناسب امام نمیدونستیم، میدونستیم که دروغه. این مطالب رو یکی یکی من سوال میکردم و امام هم جوابشو میداد که نه ابوالخطاب در این زمینه به شما دروغ گفته، من چنین حرفی رو نزدم. میگه فجعل یقول كذب، امام هم میفرمود که نه دروغ گفته در حضور خودش، این در واقع دروغش رو ثابت میگه. میگه و زحف ابوالخطاب حتی ضرب بیده الی لحیه ابی عبدالله. امام ابو عبدالله که هی داشت دروغهایش رو برای مردم بیان میکرد، یک مرتبه آقای ابوالخطاب خزید و ریش مبارک امام ابو عبدالله جعفر صادق رو گرفت. الان تهدیدش گروگان گرفت امام جعفر صادق را. فضربت یده، میگه من دستش را زدم، آقای ابوالخطاب رو دستش زدم. فقلت خل یدک عن لحیتی، ریش امام ویل کن، چرا ریش امام گرفتی؟ فقال ابوالخطاب یا ابوالقاسم تقوم، ای ابوالقاسم، یعنی همین آقای معاویه رو، معاویه ابن حکیم رو، یا بلند بشی یا ریش امام میکنم، من ویلش نمیکنم. خب اون نشسته در حضور امام و خود آقای ابوالخطاب داره دروغهاش یکی یکی بیان میکنه. ابوالخطاب بلند شد، ریش مبارک امام رو گرفت و به اون طرفی که سوال میکرد گفت یا بلند بشو یا من اینو رهاش نمیکنم، امام ریش من نگه میدارم. تقوم یا ابوالقاسم تقوم، بلند بشو از اینجا برو، بیشتر از این منو رسوا نکن. میگوید قال ابو عبدالله له حاجتون، ابو عبدالله که ریشش هم دست ابوالخطاب گفت بگذار نشسته، حتما کار داره نشسته، میخواد سوال بکنه تو چیکارش داری؟ حتی قال 3 مرات، تا 3 مرتبه. هی ابوالخطاب میگفت آقای ابوالقاسم برو بیرون، امام میگفت نه تو کارش نداشته باش، بذار که نشسته پیش من. کل ذلك یقول ابو عبدالله له حاجتون، امام میفرمود که ایشون کار دارن، بذار نشسته. فخرج فقال ابو عبدالله، بعد از این چیکار شد؟ خارج شد، ویلش کردین. فقال یعنی ابوالخطاب رفت بیرون، ویلش کردیش امام. فقال ابو عبدالله انما اراد ان یقول لك قد اخبرني و یکتمک، چرا به شما میگفت خیلی برو بیرون؟ منظورش این بود که شما بری بیرون، بعد از این که از نزد من اومد بیرون بگه نه شما که بیرون رفتی امام همون حرف من رو تایید کرد، شما که رفتید بیرون تقیه کرده بود جلوی شما که رفتی بیرون دوباره همون حرف من رو تایید کرد. امام متوجه شد که این داره هدفش اینه. فابلغ اصحابی کذا و کذا، مثلا میگفت که نه دروغ گفته، یعنی امام حرف همین مطلبی بود که من گفتم، برو به اصحاب من چنین چنان بگو، این حرفو به اصحاب من برسون و این تایید باشه برای آقای ابوالخطاب. قال قلت وإني لا أحفظ هذا فأقول ما حفظت وما لم أحفظ قلت أحسن ما يحزرني قال المصلح ليس بكذاب. این مطلب رو که امام ابو جعفر صادق برای ابوالقاسم در واقع بیان کرد و جالب اینجا هست که بعد از این آقای کشی چی میگوید؟ بعد از این آقای کشی میگوید که هذا غلط و وهم فی الحدیث ان شاء الله، ان شاء الله که این دروغ باشه،
انشاءالله که این دروغ. یعنی ببینید روش نقد روایت رو. خب اگر میخواید که روایت رو نقد بکنید، قبولش نکنید، خب یک معیار علمی داشته باشید. بیایید روایت رو بررسی بکنید که این فرد دروغیه، که اگر چرا این کار رو نمیکنن؟ به خاطر این اگر اومدن سند رو نقد کردند که این روایت دروغینی هست، فلانی دروغگو گفته، خب این سند در 1000 جای دیگه وجود داره. اهل سنت میبینند آقا شما این حدث رو، این روایت رو و این سند رو تضعیف کردید، قبولش ندارید. چطور یک جای قبولش داری یک جایش قبول نداری؟ به این خاطر بررسی سندی نمیکنن در نقد روایات. فقط همون تقیه بوده و ان شاء الله که دروغ باشه. این آقای معاویه، این ابوالخطاب اینقدر جرأت نداشته. ببینید مطلبش. یعنی حاضرن که توهین به ائمه اهل بیت رو بپذیرن، اما یکی از راویان خودشون رو طرد نکنن. اگر این راوی رو طرد بکنند مذهب از بین میره. فقط این یک راوی نیست، چندین راوی شاگردانش کتابهای این فرد، کتابهای اصحاب ائمه رو میگرفته، در اونها روایت جعل میکرده و به خوردشون میداده. اگر قرار باشه که افراد رو رد بکنند، راویان رو رد بکنند، مذهب رو رد کردن. به این خاطر میگن که نه ان شاء الله که این دروغ باشه. این مطلب رو نشون بدن هذا غلط و وهم فی الحدیث ان شاء الله. به چه دلیل؟ راویش دروغگو هست، آیا کوچک بوده، نشنیده، حاضر مجلس نبوده، نمیدونم اشکال دیگری دارد؟ میگن نه، لقد اتى معاویه بشیء منکر لا تقبله العقول. زیرا که معاویه یک حرفی رو زده که با عقل سازگاری نداره، عقل قبول نمیکنن. و ذلك لان مثل ابی الخطاب، دلیلش این است که فردی مانند ابوالخطاب لا يحدث نفسه بضرب يده الى لحیه اقل عبد لابی عبدالله، جرأت نمیکنه که به خودش اجازه بده که ریش یکی از نوکران ابو عبدالله رو بگیره. چطور ممکن است بره ریش خود ابو عبدالله رو بگیره؟ فکیف هو صلی الله علیه، مگر میشد ریش امام گرفت؟ خب عملا گرفته. راویتون میگه که گرفته با همین سند. این سند در جاهای دیگری هم وجود داره که من سند رو بررسی نکردم. و اضافه بر این در روایت بعدی میگه سمعت ابا عبدالله یقول لعن الله ابا الخطاب. بالفرض که این یک مورد دروغ، بالفرض گیریم که این یک مورد دروغ بوده، ده ها مورد دیگری رو که امام ابوالخطاب رو لعن و نفرین کرده، اونا رو میخواید چیکار بکنید؟ بالفرض که این توهین رو نکرده باشه، روایات دیگر رو که لعن و نفرین کرده امام ابوالخطاب رو، اون چیکار میکنید؟ به طور یعنی مثال از لحن امام جعفر صادق برمیاد که ایشون یعنی از طرف ابوالخطاب تهدید میشدند و تهدید میکردند اصلا. یعنی تا زمانی که یک فردی بیاد مستقیما ریش امام رو بگیرد و به افراد بگه شما برید بیرون کار نداشته باشی وگرنه من امام رو رها نمیکنم، معلومه که این فرد در واقع به چه حدی از بی‌ادبی و جسارت رسیده. غیر از این من عرض کردم ولو این که این روایت جعلی باشه، این بی‌ادبیش، ده ها روایتی که در مذمت ابوالخطاب وجود داره و ده ها روایتی که در تحریفاتی که ابوالخطاب به وجود آورده و ده ها روایتی که در مورد شاگردانش هست، خرافاتی که شاگردانش اضافه کردن، این جایی برای تعویل و توجیه در واقع ندارد. از ابو عبدالله نقل شده که ایشون گفتند که لعن الله ابوالخطاب و لعن من قتل معه و لعن الله من بقی منهم. هم خودش رو، همون کسانی که پیروانش بودند، با ایشون جنگیدن، در کنار ایشون بودند و هم کنارش کشته شدن، همه رو ابو عبدالله لعنت کرده. لعن الله ابوالخطاب و لعن من قتل معه و لعن الله من بقی منهم، کسانی که باقی موندن، مثل همین مفضل ابن عمر که جز اصحاب ابوالخطاب بوده، همه اینها را امام لعن و نفرین کرده. و لعن الله من دخل قلبه رحمت لهم، لعنت بر کسی که یک ذره رحمت و شفقت بر ابوالخطاب و خطابی داشته باشه. از این نفرین دیگه بالاتر چی رو می‌خواید؟ البته جوابش خیلی راحته. حضرت مولانا میگن خب امام تقیه کرده، ولی خدا اینو تقیه کرده، خدا هم به خاطر تقیه اینو ملعون کرده. فردی هست که لعنت شده، خدا هم به خاطر تقیه اینو انداخته تو جهنم، از آخه حر الحدید، حر النار که خود امام در موردش گفته. روایت بعدی می قال ابو عبدالله کان ابوالخطاب احمق، ایشون فرد احمقی بوده. خود امام ابو عبدالله میگه با سند دیگر فقلت احدثه فكنت احدثه فكان لا يحفظ وكان يزيد من عنده. آقای ابوالخطاب آدم احمقی بوده، من روایت براش میخوندم، اون نمیتونست حفظ بکنه، میرفت از طرف خودش یه چیزی میگفته به مردم و در واقع دروغ میگفته برام. و اون چیزی که معاویه ابن حکیم گفته همین مطالبی هست که به دروغ رفته گفته، یعنی خودش میشنیده، نمیتونسته حفظ بکنه، میرفته یک چیز دیگری رو در واقع میگفته و انحراف و
در واقع تحریف ایجاد میکرده. وقتی که اصحاب امام می اومدند از امام میپرسیدند، این میرفته ریش امام میگرفته و این در واقع بدبختی هم. در روایت اول که فرمودید میگه که اللهم العن ابا الخطاب فانه خوفنی، یعنی میترسانده امام رو. این واقعا عجیب است. این به هر صورت یعنی راویان شیعه همشون عجیب هستند. و طرفداران عبدالله ابن سبع یهودی که در یعنی تغییر این مذهب و سوء استفاده از ائمه نقش داشتن، چقدر یعنی با جرأت می اومدن و با ائمه اهل بیت این گونه توهین میکردن. الان میرسیم روی آقای مفضل ابن عمر. خود آقای ابوالخطاب رو شناختیم که چه کاره هست و چه دستگله‌هایی به آب داده. این راوی که در این باب اومده و به نام مفضل ابن عمر هست، من عرض کردم که دو تا روایت دوم و روایت چهارم از روایاتی هست که همین آقای مفضل ابن عمر اینو در واقع برای ما نقل کرده در باب فضیلت امام صادق. الان ببینیم که این آقای مفضل ابن عمر خودش چه کاره بوده. این کتاب کشی هست، اگر قرار باشه که تحقیق بکنیم تمام کتاب‌های شیعه رجالیشو بیاریم، معلوم نیست که چه چیزی عذاب در بیاد. من فقط از این یک کتاب میخونم اینها رو. در صفحه 228 از کتاب رجال کشی، دوستان نمایش بدن اینو، شماره 154 هست، مطلب 154 مفضل ابن عمر هست. بعد از این چندین صفحه در مورد این آقای مفضل ابن عمر نوشته و یکی از مواردی که در اینجا اومده این تصریح کرده که آقای مفضل ابن عمر خطابی بوده. مفضل ابن عمر خطابی بوده. در صفحه 230 این مطلب هست که قال الکشی اسد ابن ابی الاعلی یروی المناکیر لعل هذا الخبر انما روی فی حال استقامت المفضل قبل ان یصیر خطابی. شاید که این خبر قبل از این نقل شده که مفضل ابن عمر خطابی باشه. شاید که این خبر قبل از این که گمراه بشه، یعنی این که ایشون نهایتاً رفته بود و خطابی بوده. در مورد مفضل ابن عمر در اینجا مطالب زیادی رو نقل کرده و در این که این فرد غالی بوده هیچ گونه شکی وجود نداره. من مختصراً این روایت رو میخونم تا اینکه به بقیه مطالب برسیم. در روایت بعدی در اینجا این مطلبی رو نقل کرده که ان مفضل ابن عمر یقول انکم تقدرون ارزاق العباد. یک فردی رفت نزد ابو عبدالله و بهش گفت که مفضل ابن عمر معتقد هست که رزق رو شما تقسیم میکنید و مقدر میکنید برای بندگان و اینو امام رحمت الله علیه فرمودند که نه، چنین چیزی وجود نداره. فقال والله ما یقدر ارزاقنا الا الله. ارزاق همه ما رو کسی جز الله متعال مقدر نمیکنه. این یک مطلب. در مطلب بعدی در صفحه بعدی اومده که این اقوام یزعمون ان جعفر ابن محمد ضعیف الحدیث. اون مطلبی من قبلا بیان کردم که این افراد خودشون رفتن چسبوندن به ائمه به خاطر اینکه ائمه رو تحت تاثیر قرار بدن، یعنی صداقتشون رو، امانتشون رو، علمشون رو از در خدشه‌دار بکنن. یک فردی قلت لشریک، من به شریک گفتم که این اقوام یزعمون ان جعفر ابن محمد ضعیف الحدیث. یک افرادی هستند که فکر میکنند که امام جعفر ضعیف الحدیث، روایتش روایت ضعیفی هست، خودش راوی ضعیفی هست. فقال اخبر کل قصه، من قصه رو برای شما بیان میکنم. کان جعفر ابن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا. ایشون یک فرد مؤمن و صالح و پرهیزگار بوده. فاکتنفه قوم جهال، انسان‌های جاهلی دوربر ایشون را گرفتن. یدخلون علیه و یخرجون من عنده، رفت و آمد داشتن نزد امام جعفر صادق و یقولون حدثنا جعفر ابن محمد و یحدثون باحادیث کلها منکرات کذب موضوعه علی جعفر. همه میرند نزد ابو جعفر، میرند و برمیگردند روایاتی رو بیان میکنند، میگه که جعفر این روایت رو به ما گفته، همهشون دروغ هست. لیستأکلون الناس بذلک، تا اینکه مال مردم رو تفاول بکنند بدین وسیله. یاخذون منه الدراهم فكانوا يأتون من ذلك بكل منكر وسمعت العوام بذلك و عوام هم این موارد رو در واقع شنیدن. بذلك منهم فمنهم من هلك ومنهم من انكر وهؤلاء مثل المفضل ابن عمر. این افرادی که میرن به دروغ به خاطر دنیا روایت جعل میکنن به نام امام جعفر صادق، یکی از این افرادی هستند مانند مفضل ابن عمر، بنان و عمر نبتی و غیرهم الی آخر. و روایت طولانی هست، من فقط مورد شاهد رو میخونم. و جالب این است که این مفضل ابن عمر کسی بوده که نماز نمیخونده، آدم بی نمازی بوده، مثل تعدادی دیگر از بزرگان روات شیعه. نه تنها این فرد، تعدادی دیگر از بزرگان روات شیعه اهل نماز و دیانت نبودند. روایت بعدی هست. در این روایت مسلمان میگفتن به اینا
مسلمانیش بمونه، آخر که بحثشو بررسی کردیم بگیم که مسلمان یا کافر که مسلمان بودند اونش بمونه بعدم. خب در اینجا روایتی هست که از معاویه ابن موحد و اسحاق ابن عمار اینو روایت کرده قال خرجنا نريد زیارتا. دوستان این نمایش بدن، میگوید که این دو نفر میگوید که ما رفتیم برای زیارت، خرجنا نريد زیارتا، ما رفتیم که میخواستیم که زیارت برویم، زیارت حسین رو، زیارت حسین علیه السلام. و قلنا لو مررنا بابی عبدالله، گفتیم بریم نزد ابو عبدالله. این ابو عبدالله همین داستان شهسوار قصه خودمون هست، یعنی مفضل ابن عمر. میرفتن برن زیارت قبر حسین، میگه خب بریم با خودمون مفضل ابن عمر رو هم برداریم با هم بریم بر زیارت. فعصاه یجیء معنا، شاید که همراه ما بیاد. فاتینا الباب فاستفتحناه فخرج الینا فاخبرناه، رفتیم در زدیم نشون اومد در رو باز کرد و بهش گفتیم میخوایم بریم زیارت، میای یا نه؟ فقال استخرج الحمار، سب که من الاغم رو بیارم. فخرج الینا و رکبنا، الاغش آورد و ما هم سوار شدیم و خلاصه حرکت کردیم که بریم زیارت امام ابو عبدالله امام حسین رضی الله تعالی عنه. و طلع لنا الفجر على 4 فراسخ من الكوفه، هنوز به کوفه نرسیده بودیم، 4 فرسخ مونده بود فجر دمید، یعنی اینی که شبانه حرکت کرده بودن، تاریکی حرکت کردن، هنوز به کوفه نرسیده بودند که وقت نماز صبح فرا رسید. فنزلنا فصلینا والمفضل واقف لم ينزل يصلي، ما رفتیم پایین از الاغ خودمون نماز خوندیم و اما آقای مفضل روی الاغ سوار بود، اصلا پیاده هم نشد که نماز بخواند. فقلنا یا ابا عبدالله لا تصلي، شما نماز نمیخونید؟ فقال صلیت قبل ان اخرج من منزلی، قبل از اینکه از منزل بیام من اونجا نماز خونده بودم، تو منزلم نماز خونده بودم. خب شب بوده، تاریک بوده، وقت نماز صبح، فجر تازه دمیده، انسان مسلمان وقت و بعد نماز صبح رو بعد از فجر میخونن، میگه که نه من تو خونه نماز خونده بودم. و جالب اینجا در مورد یکی از راویان بزرگ شیعه مانند زراره همین مطلب اومده و صدق کرده که ایشون نماز عصر رو بعد از مغرب میخوندند. نماز عصر رو بعد از مغرب. بله. آقای مفضل ابن عمر نماز صبح رو شب میخوندن، قبل از این که وقت قبل از این معلوم نیست که چه وقت میخونده، بعد از عشاء میخونده، قبل از این که فجر بدمن. آقای زراره نماز عصر را بعد از غروب میخوندن، وقت نماز عشاء. همین کتاب رجال کشی هست، صفحه 109 و ترجمه زندگی نامه زراره ابن اعین هست. با سند خودش می آورد و نقل می کند از حدثنی بنان ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن ابی عمر، محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن محمد ابن ابی عمر، یعنی مطلب رو قال دخلت على ابی عبدالله، رفتم نزد امام ابو عبدالله امام جعفر صادق. فقال کیف ترکت زراره، احوال زراره چی بود، ازش خبری داری؟ قال فقلت تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، وقتی که من اومدم ایشون نماز مغرب رو نمیخوند مگر بعد از مغرب، نماز عصر رو نمیخوند مگر بعد از مغرب. فقال فانت رسولی الیه، گفت که تو پیام من رو برسون به آقای زراره. فقل له فليصلي في مواقيت اصحابي، برو بهش بگو که امام ابو عبدالله جعفر صادق بهت گفته که سر وقت، بقیه شیعیان چه وقت نماز میخونن تو همون وقت نماز بخون، چرا وقت عصر رو بعد از غروب میخونین؟ فقل له فليصلي في مواقيت اصحابي فاني قد حرقت قال فابلغته ذلك، میگه من رفتم بهش گفتم، میگه این مسئله باعث اذیت و آزار من شده، تو همون وقتی که بقیه نماز میخونن برو نماز بخون. فابلغته ذلك، من رفتم بهش گفتم، به زراره گفتم که امام بهت سفارش کرده که وقت بقیه نماز بخون. فقال انا والله اعلم انك لم تكذب عليه، من میدونم تو دروغ نمیگی، امام ابو عبدالله همین مطلب رو به شما گفته. ولكن امرني بشيء فاكره ان ادعه، اما امام به من یک چیزی گفته من نمیخوام خلاف دستور امام بکنم. همون مطلبی که آقای ابوالخطاب ریش امام رو گرفته بود، تهدید میکرد حاضران بری بیرون، تا اینکه بعد از این بگه که بله شما که رفتی بیرون، امام یک چیز دیگه به من گفت. امام به من گفت که من تقیه کردم. الان این آقای زراره رو رفتن بهش گفتن امام گفته سر وقت نماز بخون، میگه نه امام به من یک چیزی گفته بود، من نمیخوام حرف امام رو ترک بکنم. یعنی این که امام ابو عبدالله بهش گفته بود که نماز عصر را بعد از مغرب بخون. این یکی از ویژگی های این راویان شیعه هست. و مطالب دیگری در اینجا اومده و من یادداشت کردم در مورد آقای مفضل ابن عمر، چندین روایت هست که و جالب اینجا است که این آقای مفضل ابن عمر یک گروه
قمارباز، چاقوکش، نمیدونم که لاتی بوده برای خودش. نه ایشون سرکرده بوده، برای یعنی سرکرده لاتا بوده. یک گروه چاقوکش داشته و یک گروه شرابخوار چاقوکش نمیدونم رهزن. این مطلبی که در اینجا اومده، من نمیخوام از طرف خودم اینها رو اضافه بکنم، این مطلب رو دوستان نمایش بدم. بله واقعا اینجوری هست. و جالب اینجا هست که این گروه یکی از گروه ضربت‌های خود امام بوده، امام ابو عبدالله بوده. یعنی این بزرگترین توهین به ائمه شیعه هست، یعنی در حدی است که انسان نمیتونه مطالب رو باور بکنه. در اینجا این روایت در صفحه 232 هست. در اینجا قال نصر بن صباح رفعه در همین رجال کشی. من عرض کردم که من وقت نکردم برم دنبال تحقیقات بیشتر، گفتم همین یک کتاب فعلا مطرح بکنیم این معرفی نامه این آقایون رو، بعداً بریم سراغ بقیه مطالب. فقالوا این با این سند اومده که محمد ابن سنان عن عدة من اهل الكوفه كتبوا الى الصادق، یک گروهی رفتند نزد امام صادق، نامه نوشتن به امام صادق. فقالوا این شکایت مفضل ابن عمر را بردن پیش امام صادق. فقالوا ان المفضل یجالس شطار، این آقای مفضل همنشین در چاقوکشا هست، قماربازا، و اصحاب الحمام و کبوتربازا، اینا با همون کبوتربازا همراه خودن، و قوما یشربون الشراب، یک گروهی که شراب میخورند، شرابخوار هستند. ینبغی ان تكتب الیه و تأمره الا یجالسهم، شما یک مرحمتی بفرمایید به مفضل بگید با این افراد ناباب نگرده. فكتب الى المفضل کتابا، امام یک چیزی نوشت برای مفضل و ختمه مهرش زد و گفت اینو ببرید به مفضل بدید. و امرهم ان يدفعوا الكتاب من ایدیهم الى المفضل، گفت خودتون دستی ببرید به مفضل بدهید. فجاءوا بالکتاب، نامه را آوردن نزد مفضل ابن عمر، بالکتاب الی مفضل منهم، الان این قاصدان امام کی بودن؟ جالب این که اینا هم جز راویان بزرگ شیعه هستند. منهم زراره ابن اعین و عبدالله ابن بکر و محمد ابن مسلم و ابو بصیر، همین ابو بصیر خودمون که ببینم ان شاء الله خواهیم پرداخت، همون که با سگا روابط، حجر ابن زائده. و دفعوا الكتاب الى المفضل، اومدن کتاب رو دادن خدمت آقای مفضل ابن عمر. ففکه و قرأه، نامه رو باز کرد و برای همه خوند. جالب اینجاست که امام براش چی نوشته؟ امام هم دیگه نیروی ویژه رو فرستاده برای بله. و جالب در اینجا میگه که فیضا در نامه اینطور نوشته بسم الله الرحمن الرحیم اشتری کذا و کذا و اشتری کذا. امام دیگه یک لوازم خونه رو همه رو نوشته بود، در خونه چه لازم بود، همه اینو فلان چیز بخر، فلان چیز بخر، فلان چیز، یک لیستی رو داده بود که اینا رو برای من بخر. ولم یذکر فیه قلیلا ولا کثیرا مما قالوا، بهش اصلا در نامه چیزی ننوشته بود که اینا اومدن گفتند که تو با قماربازا و چاقوکشا و نمیدونم کبوتربازا و شرابخوارا میگردی، هیچ چیزی نوشته نبود، فقط همین رو نوشته بود، یک طلبات خودش رو نوشته بود، هر چی در خونه لازم بود فلان و فلان چیزو برای من بگیر و بیار. فلما قرأ الكتاب دفعه الى زراره، آقای مفضل نامه رو خوند و داد به زراره. و دفع زراره الى محمد ابن مسلم، زراره که نامه رو داد به محمد ابن مسلم. حتی دار الكتاب الى الكل، همه یکی یکی نامه رو خوندند که امام یک لیستی رو نوشته برای خرید فرستاده. فقال المفضل ماذا تقولون، خب میگه که امام دستور داد اینا رو بخریم، شیعه ها که من و شما هستیم، راویانش اصحابش من و شما هستیم، نظرتون الان چیه، چیکار بکنیم؟ قالوا هذا مال عظیم، این خیلی زیاده، این همه اقلام بریم خرید بکنیم برای امام، حتی ننظر فرصت بده ما بریم نگاه بکنیم آقای زراره و محمد ابن مسلم اینا. و نجمع و نحمل الیک ثم لم ندرك الانزال بعد نظر في ذلك و ارادوا الانصراف. میگه که خب گفتم به ما فرصت بده که ما بریم بگردیم، الان بتونیم پولی پیدا میشه نمیشه، دستمون چیزی میگیره یا نه، بعدن میونیم به شما میدیم و شما این کار رو انجام بده بخریم. فقال المفضل تقدمید، گفت نه چاشت مهمان منید، بشینید اینجا. فاجلسهم لغدایه، اونها رو نشوند که برای چاشت. و وجه المفضل الى اصحابه الذين سعوا بهم، آقای مفضل همون کبوتربازای خودش رو، شرابیای خودش رو، چاقوکشا رو گفت شما بیایید، پیغام فرستاد که شما بیایید من کارتون دارم. فجاءوا و قرأ علیهم کتاب ابی عبدالله، اومدن نشستن در محضر همین راویان زراره و نامه ابو عبدالله رو براشون خوند. فرجعوا من عنده و جلس هؤلاء، خب اونا اومدن حرف آقای مفضل و نامه امام رو شنیدن و رفتن. آقای زراره نشستن برای نهار.
و جلس هؤلاء لیتغدوا فرجع الفتیان. این آقای این شرابی ها و چاقوکش ها و در واقع که راه میبستند لاتا همه اومد. فرجع الفتیان و حمل كل واحد منهم على قدر قوتی، هر یکی به اندازه توان خودش، یکی 1000 و یکی 2000 یکی کمتر و بیشتر دستشون بود، اومدن دادن به آقای مفضل. فحذروا و احذروا، خودشون اومدند و این همه مبلغ آوردند. و احذروا 2000 دینار، 2000 دینار دستشون بود آوردند. و 10,000 درهم و 10,000 درهم آوردند. قبل ان یفرغ هؤلاء من الغداء، اونا هنوز دستشون نشسته بودند که اینا این همه مال رو جمع کردن آوردند. فقال لهم مفضل تأمرونی ان اطرد هؤلاء من عندی، شما به من میگید من اینها رو رها بکنم؟ چاقوکش هست برای خودش هست، شراب میخوره برای خودش میخوره، کبوترباز رهزن هست برای خودش هست، شما میخوای اینا رو من ترک بکنم، از کنار خودم دور بکنم؟ تظنون ان الله تعالی محتاج الى صلاتکم و صومکم، شما فکر میکنی خدا نیاز به همین نماز و روزه شما داره دیگه؟ این افراد برای ما خیلی محترم هستن. این کتاب که اگر بالاتر ببرید که این دوربین نشون بده این قسمتی رو که خوندید. این مطلب به صورت کامل هست، دوستان مراجعه بکنن. رجال کشی صفحه 232 و همون زندگی نامه آقای مفضل ابن عمر هست و در همین مطلب بعدی هم به همین مطلب اشاره کرده. در مطلب بعدی همین مطلب را اشاره کرده و در اینجا اومده، من چون که مطلب رو صورت کلی خوندم یه مقطع دیگرش رو میخونم. در اینجا اومده حتی شن و علیه، ایراد گرفتند بر آقای مفضل و علی اصحابه و قالوا اصحابه لا یصلون. اینجا دیگه تعبیر فرق میکنه، دوستان نمایش بدن اینو. و قالوا اصحابه لا یصلون، حتى شنوا عليه وعلى أصحابه وقالوا أصحابه لا يصلون ويشربون النبيذ وهم أصحاب الحمام ويقطعون الطريق. اینها نماز نمیخونند، شراب میخورند، نبیذ میخورند و کبوترباز هستند و راهزن هستند. و یقطعون الطریق و المفضل یقربهم و یدنیهم، اما مفضل اینها رو نزدیک میکنه و این با اینا در واقع ارتباط داره. جالب اینجا است که امام وقتی که چیزی لازم داشته باشه نامه مینویسه به مفضل ابن عمر، مفضل عمر از همین راهزن ها در واقع مال جمع میکنه برای امام میبره. یعنی خرج و خوراک خونه امام از راهزنی و از دزدی. وقتی اینجا هست که این شیعه میخواند که برای راویان خودشون فضیلت بسازن، اومدن اصل امامت رو زیر سوال بردن. اومدن میخوان بگن که نه، مفضل نزد امام صادق جایگاه خاصی رو داشته. یک چیزی جعل کردن که به حساب آبروی امام جعفر صادق، به حساب آبرویش هست که آقا امام صادق، امام اولی این خبر داشته قطعا که اصحابش نمیدونم راهزن هستند و نمیدونم شرابی هستند و قمارباز هستند، باز هم هر چی می‌خواسته لیست می‌کرده میداده نزد دست آقای مفضل که بره براشون در واقع بخره. برای خودش یک گروه تروریستی داشته این مفضل. در این زمان میبودن در سازمان جزء سازمان تروریستی ثبت می‌شدین. ولی خب این آقای مفضل ابن عمر هست که خطابی بوده، در اونجا تصریح کرده بود قبل از اینکه خطابی بشود، یعنی اینکه نهایت عمر ایشون خطابی شده بود و وضعیت و حالش هم این چیزی هست که ما در اینجا دیدیم. این آقایون شیعیان ائمه هستند، راویان روایاتشون هستند و مقربان در واقع شیعیانی که امروز اعمالی که انجام میدن، عبادت‌ها و ادعا میکنن که پیرو امام جعفر صادق هستند، در حقیقت پیرو این تروریستایی هستن که چاقوکش و راهزن و شرابخور. من واقعا تعجب میکنم از این. نه تعجبی نداره، هرچند که شما بیشتر با مذهب شیعه آشنا بشید انشالله کم کم عادی میشه براتون، تعجبتون از بین خواهد رفت. من در قسمت گذشته به این نتیجه رسیدم که ائمه اهل بیت واقعا مظلوم بودن. الان بعد از این برنامه دیگه شکی برای من نمیمونه که واقعا در دست این آدمکشای چاقوکشای راهزنا اسیر بودن این بیچاره. خب مطلبی دیگه، یک از راویان دیگه، من نمیدونم چقدر فرصت داریم من این مطالب رو استاد برای بینندگان 3 دقیقه تا وقت بینندگان دارید بفرمایید. من همه این معارف ناب هنوز مونده، بعد از این کتابا در بیاریم خدمت بینندگان عزیز. خب پس اجازه بدید که یعنی حداقل یک مورد رو من عرض میکنم و موارد باقی رو میذاریم برای جلسات بعد. یکی از راویانی که در اینجا اومده شخصی هست به نام یونس ابن زبیان. یکی از راویانش شخصی از به نام یونس ابن زبیان که در همین سند روایت 4 هست. دوستان دوباره اینو نشوندهی بکنند این روایت رو. کتاب اصول کافی هست، جلد 1 صفحه 474 و روایت 4، همون حدیثی قبلا نمایش دادم، ان الخیبری عن یونس ابن زبیان و مفضل ابن عمر و چند نفر دیگر این روایت رو، این یونس ابن زبیان. جالب است این روایت رو من چون که وقت نیست البته اینو من نشان بدم،
در اینجا میگه که ما رفتیم نزد امام و امام رو قال ثم قال به احدى رجليه، امام پایشو زد به زمین، اینجوری خطی کشید بابای خودش روی زمین شکاف برداشت و دستشو امام دراز کرد تو این شکاف و گودالید، از اونجا خشت طلا برای ما بیرون آمد. گفت بیاید نگاه بکنید، شما بیاید در اونجا نگاه بکنید. ما هم نگاه کردیم دیدیم که وای زیر پای امام همش خشت طلا هست. دوستان نمایش بدم. ثم قال به احدى رجليه فخط في الارض خطا فانفرجت الارض ثم قال بيده فاخرج، با دستش اشاره کرد یکی از خشت طلایی رو بیرون کرد، یک وجب بود. ثم قال انظروا حسنا، این تعبیر انظروا حسنا برای من خیلی جالبه. انظروا حسنا هست تو زبان عربی نمیدونم چندان یعنی کاربرد داشته باشه، دقیقاً ترجمه خوب نگاه کنید، خوب نگاه کنید و ترجمه کردن انظروا حسنا، معلوم میشه این راوی هم یک جز راویانی بوده که کسی که حدیثو جعل کرده، عربیش هم چندان در واقع شاید خوبم نبوده. به هر صورت چه انظروا حسنا درست باشه درست نباشه ما کاری به متن نداریم، متن برای همه واضح و آشکاره. این یونس ابن زبیان را بازم از همین کتاب رجال کشی خدمت بینندگان عزیز من معرفی خواهم کرد. انظروا حسنا دربارش بگم که جناب شیخ لا تعطی گیر، یعنی گیر ندهید. ولی با این ادبیات عربی که ایشون دارند و خیلی جاها این مورد مشاهده. خب یونس ابن زبیان یکی دیگر از در واقع چی میگن ستارگان این فیلم میگن چی میگن آقا این ابو ستارگانی که اصول کافی رو اصلا منور کردن. در اینجا صفحه 259 هست، دوستان نمایش بدن. صفحه 259 این کتاب 259 و معرفی یونس ابن زبیان و شماره 209 یونس ابن زبیان هست که در این سند این روایت چهارم باب مولد ابی جعفر امام ابی عبدالله در واقع اومده بود. در اینجا روایتی رو داره حدثنی محمد ابن قولوه القمی الی آخر با سند خودش اینو میاره تا اینجا که من میخوام یونس ابن زبیان از خود یونس ابن زبیان یک از کرامت های خودش رو بیان میکنه. از خود یونس ابن زبیان هست. قال انه قال که یونس ابن زبیان گفت كنت في بعض الليالي وانا في الطواف، یک شبی من داشتم طواف میکردم در مسجد الحرام، فاذا نداء من فوق رأسی، از بالای سرم صدایی رو شنیدم. کرامت هم داشتن. بله اصلا دیگه کرامت دیگه از اون طرفش هم بیرون اومدن. میگه داشتم طواف میکردم که از بالای سرم صدایی رو من شنیدم، به من میگفت یا یونس انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. ماشاءالله. بله از اونجا خدا بهش گفت یونس منم خدا، انی انا الله منم الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. فرفعت رأسی فاذاح کذا، سرم رو بلند کردم دیدم که یعنی فازاحه معنیش میشه که از بین رفت یا ندیدم، و اینجا خودش هم تعجب کرده، یک کذایی گذاشته در داخل پرانتز نوشته که در اصل مطلب اینجوری هست، معلوم نیست که معنیش چی بوده. به هر صورت فغضب ابوالحسن، امام ابوالحسن یعنی امام موسی کاظم عصبانی شد، غضبا لم یملک نفسه، که نتونست خودشون رو کنترل بکند. ثم قال للرجل، اون مردی که اومده بود این نقل قول میکرد از یونس ابن زبیان، اخرج عنی لعنک الله و لعن من حدثک، برو گم شو از اینجا، برو بیرون بشو از اینجا، الله تو رو هم لعنت بکنه و اون کسی که این حرف رو بهشو رسونده. و لعن یونس ابن زبیان 1000 لعنه، 1000 مرتبه الله یونس ابن زبیان رو لعنت بکنه. یتبعها 1000 لعنت، 1000 لعنت دیگه پشت سرش. کل لعنت منها تبلغک قهر جهنم، هر لعنتی از اینها تو رو به قهر جهنم برسونه. ببین تعبیر شدت عصبانیت امام کاظم رو بر یونس ابن زبیان، خدا 1000 مرتبه لعنتش بکنه، 1000 مرتبه دیگه که هر لعنتی اونو به قهر جهنم برساند. اشهد ما ناداه الا الشیطان، من گواهی میدم شهادت میدم که کسی اون رو صدا نکرده به جز شیطان. اما ان یونس مع ابی الخطاب، آگاه باشید اما ان یونس مع ابی الخطاب، این یونس همراه با ابوالخطاب خواهد بود، فی اشد العذاب، سخت‌ترین عذاب را خواهند داشت، مقرونان با هم دیگر گره زده شدند یا همراه هم دیگر هستند. و اصحابهما الی ذلک الشیطان مع فرعون و آل فرعون فی اشد العذاب، هم ابوالخطاب و هم یونس با اصحابشون اینها با فرعون و آل فرعون در اشد عذاب گرفتار خواهند بود. سمعت ذلک من ابی علیه السلام، میگه من اینو از پدرم شنیدم. امام رضا میگه من اینو از پدر خودم شنیدم. فقال یونس
فقام الرجل من عندي فلما بلغ الباب الا 10 خطى حتى صار مغشيا. میگه این فردی که این جریان رو تعریف کرده بود به خاطر این که امام رضا در واقع لعنتش کرده بود، وقتی که از بلند شد هنوز بیرون نرفته بود که بیهوش شد و افتاد. یعنی این که لعنت امام گرفت فوراً دیگه. یعنی این که دعای امام در مورد یونس ابن زبیان و اصحابش کاملا چیکار بوده؟ الله متعالی اینو قبول کرده. یک مطلب دیگه رو میگم، شما چپ چپ دارید نگاه میکنید و وقتی بینندگان هست. و این مطلب دیگه که این جالب هست، نقطه واقعا جالبه که من نمیخوام قبل از این که عبارت رو بخونم مطلب رو بگم، دوستان خودشون ببینند. ابتدا حدثني احمد بن علي قال حدثني ابو سعيد الآدمي عن ابي القاسم عبد الرحمن بن حماد عن ابي فضال عن غالب بن عثمان عن عمار بن ابي عتبه قال هلكت بنت لابي الخطاب. یکی از دخترای ابوالخطاب مرد، همین ابوالخطاب خودمون، ابوالخطابی که این همه انحراف ایجاد کرده بود در مذهب شیعه. میگه یکی از دخترایش مرد، فلما دفنها، وقتی آقای ابوالخطاب این دختر خودش رو دفن کرد، اطلع یونس بن زبیان فی قبرها، یونس بن زبیان سر کشید در قبرش، در قبر همون دختر ابوالخطاب و یک چیزی در اونجا گفت. شما فکر میکنید که چی گفته باشه؟ شاید دعای مغفرت کرده باشه. شاید دعای مغفرت. هر کسی فکر میکنه وقتی کسی مرده داخل قبرش گذاشتن دختر ابوالخطاب را، شاید دعای خیری بکنه. ابوالخطاب این همه نیکی کرده به شیعه و به ائمه‌شون. فی قبره فقال السلام علیک یا بنت رسول الله. دختر ابوالخطاب مرده، آقای ابوالخطاب رفته دفنش کرده، یونس ابن زبیان رفته بالای قبلش به دختر صدا میزند که السلام علیک یا بنت رسول الله. یعنی این که آقای ابوالخطاب رسول اللهشون بوده، پیامبرشون بوده و اینا پیروانشون هستن. چون این فردی رو نمیدونم با چه معیاری میشود مسلمان خواند، نه اینکه راوی باشه، نه اینکه ثقه باشه، نه اینکه مورد اعتماد باشه، چگونه میشود چون این فردی رو مسلمان خوند که ابوالخطاب رو به عنوان پیامبر خودش قبول بکنه و خطاب به دختر ابوالخطاب بگه که السلام علیک یا بنت رسول الله. دیگه این مورد در واقع بدون شرح دیگه من بعد از این دیگه حرفی رو نمیزنم. جزاکم الله خیر. واقعا آدم تعجب میکنه از این دین و این راویان و این کسانی که این گونه به دروغ خود رو پیرو اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میدانند. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون ان شاء الله تماس‌های شما عزیزان را خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. بله بینندگان عزیز و گرامی، سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. برنامه حجت بی حجت و بررسی باب مولود ابی عبدالله جعفر ابن محمد رحمت الله علیه. از همین لحظه شماره تلفن برنامه رو عزیزان ما در اتاق فرمان زیرنویس خواهند کرد و تماس‌های شما عزیزان هم در رابطه با موضوع برنامه باشه و موقعی که تماس برقرار میشه بینندگان عزیز ما توجه داشته باشن که صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و سعی کنید در این برنامه سوالات شرعی نپرسید، پابند موضوع برنامه باشید، چون سوالات شرعی رو انشالله در روز دوشنبه حضرت مولانا انشالله در روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ خواهند داد. جناب مولانا اگر مطلبی دارید ما یا تماس بگیریم مستقیما. فکر کنم شما سفر رو گرفتید، میخواید مطلبی رو ارائه بکنید. من دلم نمیاد که روایت رو ویل بکنم. بفرمایید. این مطلبی دیگه درباره ابوبصیر یکی از این راویانش هست. یک از روایت پنجم این باب رو دوستان نمایش بدن. روایت پنجم رو من مختصرا عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. این روایت از ابوبصیر هست. این روایت از آقای ابوبصیر از روایت پنجم این باب هست. جالب اینجا هست که این آقای ابوبصیر رو از همون زمان که تا حالا که ما میشناسیم این کور بوده.
این آقا کور بوده که چندین مطلب رو ما در موردش و به همین خاطر هم بهش میگن که ابو بصیر هست. جالب است که در این روایتی که این روایت جعل کردن فراموش کرده این کسی که حدیث رو جعل کرده که آقا ابو بصیر نابینا بوده و نمیدیده. اومدن دیگه دروغ کم حافظه هست. این مطلب به صورت کامل هست. منتها خلاصش اینه که میگه من یک همسایه داشتم که اهل فسق و فجور بوده، هر چی نصیحتش میکردم قبول نمیکرده. نهایتش من رفتم پیش ابو عبدالله هم به من گفت برو به سلام برسون، بگو از این کارها دست برداره. نهایتا اومدن و یک دست برداشت. فدعانی، من همسایه‌اش هست. فدعانی و اذا هو خلف داره عریان. یک روز من صدا کرد، من رفتم دیدم که ایشون پشت خونش هست و عریان هست، همون همسایش که این همه اذیتش کرده، دیدم که عریان است. فقال لی یا ابا بصیر، به من گفت ای ابو بصیر، لا والله ما بقیه فی منزل شیء، یعنی هر چی در زندگی داشت همه رو هدیه داده بود، یعنی حتی لباس خودش رو هم داده بود، یعنی هر چی در زندگی بود اونها رو صدقه کرده بود، حتی لباس خودش. میگه من رفتم دیدم بیرون از خونش ایستاده و عریان هست، لخت مادرزاد هست و به من گفت که یا ابا بصیر، همسایه‌اش مرد بوده زن بوده؟ مرد بوده. فرمود گفت که یا ابا بصیر لا والله ما بقیه فی منزلی شیء الا وقد اخرجت، هر چی در منزل داشتم همه رو من دادم، فدا کردم و صدقه کردم. و انا کما ترى، من همون گونه هستم که داری میبینی، یعنی لخت مادرزاد هر چیزی که بوده اینو در واقع فرستاده. 2 ورق قبل از این در باب که مولد ابی جعفر که ابی عبدالله که ابی جعفر قبلا بود، روایت سوم در اونجا خودش آورده اعتراف میکرده من کور بودم، دوستان اینو نمایش بدم، گفتم کور بودم رفتم پیش این ابو بصیر است، کور بودم رفتم نزد ابو جعفر، گفتم که شما اصحاب ورثان پیامبر هستی، شما کور و مادرزاد و بینا میکنی؟ میگه بله. قال این در این روایت آخر میگه که ثم قال لی قال نعم باذن الله ثم قال لي ادن مني يا ابا محمد فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيني فابصرت الشمس والسماء والارض والبيوت وكل شيء في البلد ثم قال لي اتحب ان تكون هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامه او تعود كما كنت ولك الجنه خالصا قال اعود كما كنت. خلاصه این روایت اینه که در اونجا میگه نزد امام باقر رفتم و دستی کشید بر چشم من و من بینا شدم و همه چیزو دیدم. دوباره امام باقر گفت که میخوای اینجوری بمانی یا اینکه برگردی کور باشی و به بهشت بری؟ گفتم نه من میخوام همون کور باشم و دوباره دیگه به بهشت بروم. این دو تا روایت دو تا صفحه اون طرف‌تر هست، با این تضاد داره. روایت متعدد و زیادی درباره ابو بصیر داشتیم، ما اینو میگذاریم برای هفته‌های بعد. جزاکم الله خیر، تشکر میکنم از شما. اولین تماس رو میگیریم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم استاد انصاری عزیز و مولانا صاحب عبدالقدوس. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان صدا رو کمی تقویت کنم. بفرمایید برادر گرامی. بله خالد هستم، از آلمان با تماس شدیم. خالد جان برادر گرامی بفرمایید. بله ای عجب چیزای شما نشان داده و خدا آدم تعجب میکنه. این چی مذهب است؟ نمیشه گفت اینا رو دین. الله المستعان. چی دینه اینا چی تو کتابای اینا نوشته و خدا آدم تعجب میکنه. امامای اینا طلا سنهای طلا از زیر پایشون در میاد. پیامبر گرامی را که در زمان پیامبر ما کفار ازش خواستن که خانه طلایی بساز و فلان و فلان، خداوند این قدرت به پیامبر ما نداد، اجازه نداد که این کارا بکنه. مثلا اینا چی میگن امامای اینا صاحب طلا و فلان و فلان و فلان. بعدش هم این قزوینی کذاب دروغگوی میاد به کتابای ائمه اربعه اهل سنت خورده میگیره، خجالت هم نمیکشه. خجالت هم چیز خوبی است. یک دفعه برای به کتابای خودشان نگاه بکنه، ببینه چیز مزخرفات آن چی که در دنیا بگردی و قول افغانی‌ها چتی و چنبوله و قول شما مزخرف، کتابای اینا پیدا میشه. با خدا تعجب میکنه آدم، زمین تا آسمان اینا نمیشه به اینا دین بگی. این چجوری دین است؟ خدا شاهده. تعجب میکنم ما به اینا. بعدش هم اینا میگن که ما از اهل بیت پیامبر پیروی میکنیم. اینا اصلا از اهل بیت ابن سبا یهودی پیروی میکنن در حقیقت. اسمش گذاشتن اهل بیت پیامبر. اهل بیت پیامبر کجا؟ اینا کجا؟ خدا شاهد است. من تعجب میکنم کتابای اینا رو که میبینی اصلا شاخ در میاره آدم با این کتابا. چی تو این کتابای پیدا نمیشه که آدم نگاه کنه ببینه. بعدش هم باید با یک پیام به آقای قزوینی دارم. بفرمایید. باید آقای قزوینی قبل از اینکه میاد به کتابای ما و کتابای اهل سنت خورده میگیرن، اول باید برای به کتابای خودشان نگاه بکنه، بعدش هم 7 بار باید دهنش مسواک یا به قول ما برس بزنه، بعد اسم صحابه را بگیره و یا اسم خلفای راشدین بگیره. چرا که اینجا شاگردای خلفای راشدین که شما باشید زنده هستن و از دین پیامبر ما دفاع میکنن
و اینا را همیشه شرمنده میسازه، آبروی از اینا همیشه ریخته. اما یک کمی آخر می‌درسن زهر آقای قزوینی زهر نخوره خدای ناخواسته شما خون دارش نشید. چرا این خیلی خجالت آور است، بسیار شرم آور. دیگه نباید بیاد تو برنامه حرفای الکی بزنه، بعد بیاد که از کتابای اهل سنت قیچی بکنه، یک قسمتش بگذاره یک قسمتش قیچی بکنه. من تشکر میکنم از شما خالد جان، برادر عزیز بزرگوار. بله تشکر از شما بسیار زیاد. الله متعال. بابا اینا دین گفته نمیشه. تشکر از شما. نه دین گفته میشه نه مذهب. پیام شما رو دریافت کردیم. تشکر برادر عزیز گرامی. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، شما رو خط هستید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ببخشید یک لحظه استاش، ببخشید صدا تلویزیون کم کنید. بفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی مختصر، بیننده گرامی عزیزان زیادی پشت خط هستن، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بیننده ما مثل اینکه مشکل دارن با تلویزیونشون. بله سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشه. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من روح الله هستم. روح الله برادر عزیز بفرمایید. آقا روح الله لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید، از گوشی تلفن صدای ما رو بشنوید. بله. الو. بفرمایید روح الله عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من می‌خواستم فقط تو جواب این آقای خالد بگم که مذهب آقا روح الله قزوینی زده دیگه. بله؟ میخواستم بگم به آقای خالد بگم آقای قزوینی پنبه مذهبتون تا الان زده، جوابی براش ندارید. نه یا اونجوری حرف بزن. آقا روح الله برادر عزیز گرامی، ببینید ما موضوعات مختلفی رو در برنامه مطرح کردیم، از جمله اینکه شیعیانی که امروز نمازهاشون رو اینطوری دارن میخونن، مغرب با تأخیر میخونن، نمازهای 5 وقت و در 3 وقت میخونن، مخالفت صریح داره با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، با امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه، بلکه پیروی دارن میکنن از شخصی به اسم ابوالخطاب، همین شخصی که خود امام جعفر صادق و دیگر ائمه اهل بیت این شخص رو لعن کردن. اگر شما جواب علمی و منطقی برای این حرفا دارید بفرمایید، والا مسئله رو شخصی آقای قزوینی بهتون داده. بفرمایید شما که جواب اون رو جواب شما رو داده. من در حد نیستم جواب شما بدم، فقط من تو جواب آقای خالد می‌خواستم بگم که هر وقتی که در حد جواب دادن بودید زنگ بزنید. آقای قزوینی شما جرأت و شهامت و مردانگی نداره که از اون دروغای خودش دفاع بکنه. اگر واقعا غیرت و مردانگی می‌داشت میومد یکی از این دروغایی که گفته بود جواب میداد. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی که این بلندتر صحبت کنید. عبدالله هستم از تاجیکستان. آقا عبدالله از تاجیکستان بفرمایید. خواستم موضوع امثالی و استاد بهخوانی صحبت کنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر خوب هستین؟ سلامتیتون خوب است؟ سلامت باشید، زنده باشید. در مورد موضوع برنامه آقا عبدالله عزیز اگر مطلبی دارید بفرمایید. راستی با وقت این مطلب هم میشنوه این انسان یک چیزا نشون میگیرونه مذهب و دیگه این حب از بله مطلب خاصی ندارم، فقط میخوام تشکر کنم. تشکر از شما. برای روشن میکنه. تشکر آقا عبدالله. وان میگم تو مشنجور اخر دوی خیر کنه. الله متعال به شما سعادت دنیا و آخرت نصیب کنه آقا عبدالله. افتادم تو این خیاک که با خود خودم بهشون برسونم که متاسفانه در اون روز سکه که برای شما وقت نشید زنگ دادم تلفنم پیوست نشد. میخوام اینو برسونم که برادران بعضی شیعه که زنگ میزنن مؤدب صحبت میکنه یک چی بگم شبهه مفتح میکنن، شما پاسخ علمی میدهید مثال و جوابی
کننده میدهید برای ما خیلی خوب است. خیلی از دل ما چیزی در دل ما شک است و علاقه اون شبهه که می اندازد دل ما تحصیل میکنه. وقتی شما با فرادی اون جواب میگردونید برای ما خیلی این چیز خوب است. از اونه که مثل برادر زن میزنن از ما تشکر میکنن، خوب است، این بهتر است. اما وقتی که شما یک پرسش در جوابی شما که می اندازد شما پرسش علمی میدهید و کنه که باش آقای شریفی صحبت کردید تطبیقش دریافت کردید ترجمه غلطی کرد شما عین خلق در جواب شما اصلاح کردید برای ما خیلی این الحمدلله تشکر عبدالله جان. من هم برای که معدق صحبت میکنه از شیعه گم شبه می افکنن شما وقت دیده و پرسخی میدید برای ممکن چندین حاضر بیننده باشه که این علاقه در شما حتم میشه. انشالله حتما انشالله. تشکر از شما برادر بزرگوار. من یادتون باشه انشالله. الله مطالب ستون کنه. این زنده باشید. من کردم اگر این انشالله بخیر مشارکت انشالله. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر برادر عزیز. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. من یک نکته رو به آقا خالد یادآور بشم، همونطوری که برادر از اون تاجیکستان یادآوری کردن. شما برید با آقای قزوینی بگید یک کمی غیرت و شهامت و مردانگی داشته باش. یک دروغی که در مورد امام بخاری گفتی که ذهبی تضعیفش کرده تقریبا 6-7 ماه میشه که همتون بسیط شدید نتونستید جوابش بدید. همین یک دروغ رو بیاید پاسخ بدید براتون کافی. بعد سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری کاری. بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران زنگ میزنم. ما افغانی هستم. بفرمایید برادر گرامی، در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی دارید میشنویم. ما فقط عاشق صدای شما هستم آقای انصاری، فقط میخوام دیدارتون رو ببینم، صداتون بشنوم. سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. ما در ایران هستیم، بالاخره ما را نه در نماز خوانن میمانند، نه در نماز میمانند، نه در بچه‌های ما را میمانند که در حال تسنن مثلا بارن. گیر ماندیم تو اینجا، یک دین نامسلمانی که ما را تو اینجا گیر ماندیم توی کفر مردم. تشکر از شما برادر عزیز گرامی. الله مطالب ستون کنه. خداوند شما را روشنی دین هستین، شما را همیشه خدا موفق و کامیاب داشته باشه. ما کم شاورز غیر برنامه شما دیگه چیز نگاه نمی‌کنم. سلامت باشید. تشکر برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. تشکر از تماس. ما در شیخ خیلی بزرگوار زیاد برسونیم. علیکم و علیه السلام. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. کارگردان برنامه اشاره میکنم من به جای روح الله خالد گفتم. من از آقای خالد گرامی معذرت میخوام. هدف من صحبت‌های آقای روح الله بود از ایران. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از کردستان زنگ میزنم، میخوام با انصاری صحبت کنم. شما صداتون داره پخش میشه در استودیو، بفرمایید برادر عزیز. سلام انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشی. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر گرامی. آیا انصاری ببخشید مزاحمتون شدم. این شیعایی که زن میزنن، این سنیایی که واقعا زن میزنن. بله بفرمایید. برادر عزیز کردستانی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله آیا انصاری، خدمتتون عرض کنم این شیعایی که زن میزنن میگن واقعا ما آیا نمیدونم اون دکتری که با شما صحبت میکنه خب تماس ایشون قطع شد. ایشون داشتن صدای ما را طریق تلویزیون میشنن، همین مشکل هست با بعضی از بینندگان. بله سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من ابوبکر هستم از تاجیکستان زنگ میزنم. ابوبکر برادر عزیز از تاجیکستان بفرمایید. از برنامه خوبتان خیلی خوشحالم و خیلی لذت بردم. واقعا یک گروه جوانای ما در اینجا نشستیم و برنامه خوبی شما را تماشا میکنیم. زنده باشید. و سلام از من این جوانانی در اینجا نشستن با استاد مولانا عبدالقدوس دهخان و با شما استاد. علیکم و علیه السلام. شما پیشوان ما هستید. ان شاء الله ما شما را دوست داریم. ان شاء الله الله شما را دوست دارد
و من خواهش دارم هفته گذشته از من فرزند به دنیا آمد، نامش را با نام عبدالقدوس دهخان گذاشتم و میخواستم از استاد عبدالقدوس دهخان که در حق فرزند ما دعا کند که چنان مثل عبدالقدوس دهخان چنان پیشوا خدمتیار در راه دین باشد انشاءالله. جزاک الله خیرا کثیرا. زنده باشد، خداوند یار و مددگار شما. سلامت باشید. تشکرات برادر عزیز و گرامی ابوبکر از تاجیکستان و سلام به همه دوستانی که در کنار شما هستند. تشکر از تماس شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جلال از افغانستان. آقای انصاری شما بودین؟ بفرمایید جلال جان برادر گرامی، صدا شما داره پخش میشه. الحمدلله، جور بشین، بخیر بشین. ما همیشه برنامه شما رو یاد تقید میکنیم. انشاءالله برنامه خوبی هستی. پیشه های ایران که همیشه در توطیه و اهل سنت میکنن، اینا همه سگایی مثلی که ما یک مثل داریم میگیم که سگی که دو تا سگ جنگ میجنیم، بعد پیخ میکنه یک سگ، اما زورش که نمیرسه پیخ میکنه، او همیشه همینطور پیخ میکنه، او یک سگای بلگرد است. زنده باشیم که همیشه شما برنامه خوبی دارید، ما خیلی خوش داریم. تشکر. شما همینطور. تشکر از شما برادر گرامی، الله مطالب ستون کنه. تشکر از تماستون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شبکه وصال حق. وصال حق اکی تاجیک، بفرمایید. ماتونا. بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. من سلام شما را به عبدالقدوس می‌کنم. سلامت باشید. علیکم و علیه السلام. و در حق ما دعا کنید. الله مطال شما را حفظ بکنه. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما برادر گرامی از تاجیکستان. الله مطال حفظتون کنه. سلامت باشید. بله سلام علیکم. بیننده گرامی از ایران، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم عزیز محترم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. سلامت باشید. برادر بزرگوار، یک چیزی میخواستم بپرسم، معذرت میخوام. از زیاد ایرانیا خودش تشبیه میکنن که ما بالاخره تجربه داریم و ما بالاخره خیلی آدمای پیشروی هستیم. برادر عزیز در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی دارید بیننده عزیز گرامی، موضوع شما فقط بیرق شما بیرق ایران مشابهت بفرمایید که بیرق ایران چی است؟ آیا بیرق ایران؟ بله من تشکر میکنم از برادر عزیز. اون موضوع برنامه بیرق ایران نیست، موضوع برنامه توهین ها و اهانت هایی که راویان شیعه به ائمه اهل بیت کردن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، شب بخیر. شب شما بخیر. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم از تربت جان. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید آقا محمد از تربت جان، بفرمایید. شب شما بخیر. آقای انصاری خواستم تسلیت عرض بکنم به خاطر این شهدای کردستان. الله متعال جنت الفردوس نصیبشون بکنه. تشکر از شما برادر عزیز. انشاءالله. خدا حافظ شما. سلام علیکم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. علیکم و علیه السلام. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام آقای انصاری عزیز. شما قوت بده. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من امید هستم، از ساعت زنگ میزنم خدمتتون. آقا امید بزرگوار، موضوع برنامه توهین هایی که راویان شیعه به ائمه اهل بیت کردن، در این مورد اگر مطلبی دارید بفرمایید، خیلی کوتاه مختصر. حالا شما من راجع به پیامکی برنامه شما هم یه پیامکی رو فرستاده بود که در مورد
در مورد اینی که تمام خب آخرین تماس برنامه رو میگیریم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. برنامه به سال حق. به سال حق. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از شیراز مزاحمتون میشیم. شیراز. آقای دشمن دیاری. بفرمایید. میخواستیم بدونیم در مورد این مختار ثقفی که برنامهش ایران میگذاشته، میخواستیم کمی توضیحات بدیم این چه جور آدمیه. باشه چشم. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خدا شما. خب جناب استاد ما 1 دقیقه وقت داریم. مختار ثقفی. مختار ثقفی اونگونه که در روایات خود شیعه اومده، من جمله در کتاب بحر الانوار، یک انسان فاسد العقیده بوده و سوء استفاده کرده از ارادت مردم، از شوقی که به امام حسین رضی الله تعالی عنه داشتن و ایشون جز عواملی هستند که در واقع تشویق کرده بود عموی خودش را که امام حسن رحمت الله علیه را دست و پایش رو بگیرند، ببندند و تحویل معاویه بدن. و کسانی هستند که به هیچ عنوان شیعه نباید بچونین فردی بنازد، زیرا که مختار ثقفی به هیچ عنوان شیعه امامی نبوده، شیعه اثناعشری نبوده، بلکه اصلا امامت امام باقر را، امام صادق را، بقیه ائمه را قبول نداشته و ایشون در واقع خودش را نایب محمد ابن علی میدونسته و بزرگ و رهبر شیعیان کیسانی بوده و چون این فردی که به هیچ عنوان و با هیچ معیاری، نه با معیارهای اسلامی باید به چنین فردی احترام گذاشت، زیرا که ایشون در واقع ادعای نبوت کرده بود، و نه با معیارهای مذهبی شیعه، زیرا که مخالفت داشت با امام حسن رحمت رضی الله تعالی عنه و همچنین به ائمه شیعه که بعد از امام حسن هستند هیچ گونه اعتقادی رو در واقع نداشتن بعد از امام حسین رضی الله تعالی عنه. بله جزاکم الله خیر. یک دعای ویژه برای عزیزانی که طلب دعا کردن خواستم برای عزیزان. من بسیار خوشحال هستم که ملت ما اهل سنت و الجماعت در تمام دنیا الحمدلله بیدار شدند، با حقایق آشنا شدند، مذهب اهل سنت و الجماعت رو میشناختند، بیشتر از قبل دارن میشناختند. اول میشناختند، الان عامل بر مذهب و بر دین هستند و آشنایی پیدا کردند با خرافات و بدعاتی که در مذهب شیعه وجود دارند، به خصوص ملت عزیز و بزرگ و افتخار آفرین تاجیکستان که الحمدلله دین خودشون را حفاظت کردند در سالهای طولانی. این در واقع نگین بزرگ را و این میراث بزرگ را برای همیشه ماندگار کردند، به نسل‌های بعدی منتقل کردند و الحمدلله امروزه شاهد بیداری بسیار عظیم و گسترده مردم تاجیکستان هستیم. از الله متعال خواهانیم که این بیداری را و این نهضت را مبارک بگرداند و بیش از این را رونق بدهد تا اینکه تمام مردم ما، تمام اهل سنت و الجماعت با حقایق آشنا بشوند و از هرچی بدعت و خرافات و امور ضد دین هست انشاءالله الله متعال تمام مسلمانان را نجات بدهد. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان استاد محترم علوم اسلامی که مهمان برنامه بودن و واقعا مطالب جالبی رو در راستای بیان حقیقت این دین تراشان و مذهب تراشان دروغگو، کسانی که به دروغ ادعا میکنن پیرو اهل بیت هستند، والله اینا پیرو اهل بیت نیستند، دشمن اهل بیت هستند. همونطوری که دیدید نمونه هایی ما در مورد یکی دو راویی که در این 4-5 حدیثی که در باب مولد امام جعفر صادق اومده بود، این همه فضایح از کتاب های اینا برای شما عزیزان آشکار شد. امروز شیعیان حقجو، شیعیانی که دنبال حق هستند، شیعیانی که فردا در روز قیامت در حضور الله سبحانه و تعالی و اهل بیت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میخواهند سرفکنده و شرمنده نشن، در دینشون، در عقیدهشون، در مذهبشون تجدید نظر بکنن. حداقل این که برن کتابای خودشون رو بخوانن و از این دشمنان اهل بیت، از کسانی که امروز قزوینی میاد میگه کتاب کافی نور داره، منظور از نور امین ابوالخطاب و یونس ابن زبیان و غیره هست که توهین‌ها و اهانت‌ها رو به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردن. الله سبحانه و تعالی یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیر.